ثانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 9 شروع از صفحه 135. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. دوران پادشاهان اسرائیل. بعد از طی همه این مراحل نوبت به پادشاهان یهود میرسد که در کتاب پادشاهان تورات و نیز بخش بزرگی از کتاب سموئیل بدانان اختصاص یافتند. نخستین پادشاهی که یهوه بر اسرائیل می‌گمارد شاول است که از جانب یهوه مأمور نابودی کامل قوم فلسطینی عمالیق می شود. در این باره در تورات چنین آمده است: و سموئیل به شاول گفت خداوند مرا فرستاده است تا بر تو برکت دهم که بر قوم اسرائیل پادشاه شوی. پس کلام خداوند را بشنو که می‌فرماید چون در بیرون آمدن اسرائیل از مصر قوم عمالیق با او در راه مقاومت کردند، پس برو و عمالیق را شکست ده و جمیع ما یملک ایشان را نابود کن و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه مرد و زن و طفل و کودک شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغشان را بکش. پس شاول قوم را طلبید و از ایشان 200,000 سرباز را ساندید و عمالقه را شکست داد. و اجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و تمامی خلق عمالقه را به دم شمشیر بالکل هلاک ساخت، اما گوسفندان و گاوان و بره هایشان را هلاک نکرد. و کلام خداوند بر سموئیل نازل شده گفت اینک پشیمان شدم که شاول را پادشاه کردم، زیرا کلام مرا به جا نیاورده است. و سموئیل خشمناک شده نزد شاول رفت و گفت هنگامی که خداوند تو را برکت داد تا بر اسرائیل پادشاه شوی، مگر به تو نگفت که عمالقه و هرچه را که در ملکیت آنهاست بالکل هلاک کنی؟ و آیا اطاعت فرمان خداوند نیکوتر است یا بهره گرفتن از پیه قوچها؟ و چون که کلام خداوند را ترک کردی، او نیز تو را از سلطنت طرد نمود. و سموئیل اجاج پادشاه عمالیق را که شاول زنده نگاه داشته بود طلبید و او را در جلجال به دست خود پاره پاره کرد و خداوند از کار او خوشنود شد، ولی پشیمان شده بود که شاول را بر اسرائیل پادشاه ساخته بود. کتاب اول سموئیل باب 15 1 تا 35. در این گیر و دار فلسطینیان با اسرائیل جنگ می کنند و بر اثر خشم یهوه شاول و اسرائیلیان شکست می خورند و به صورت فراری به کوه جلبوع می روند و در آنجا پسران شاول کشته می شوند و خود شاول نیز زخمی می شود. بدین جهت به سلاحدار خود دستور می دهد که او را بکشد تا به دست دشمنان نیفتد و بدین ترتیب شاول و 3 پسرش کشته می شوند و اسرائیلیان اجساد شاول و پسرانش را زیر درخت بلوطی به خاک می سپارند
و 7 روز روزه میگیرند. تواریخ، ایام، کتاب اول، باب 10، 1 تا 13. افسانه داوود و جولیات. داستان توراتی معروف داوود و جولیات یکی از سلسله افسانه‌های ساخته و پرداخته تورات است که طبق معمول این کتاب از اسطوره‌های بین النهرین گرفته شده است و هدف آن نشان دادن قدرت یهوه و لزوم اطاعت بی قید و شرط از او است. خلاصه داستان چنین است: فلسطینیان برای جنگ با سپاه شاول در سر کوهستانی واقع در یهودیه یا جودیه اردو میزنند و اسرائیلیان نیز برای مقابله با آنها در ایلاه سفارایی میکنند. وقتی که نوبت به مصاف میرسد، پهلوانی فلسطینی به نام جولیات که 6 ذراع و 1 وجب یعنی 2.90 متر قد و تاجی مفرقین بر سر و زرهی به وزن 5000 سیکل یا 60 کیلوگرم بر تن و ساق بندهای مفرقین بر ساق و کتف بند مفرقین در میان شانه ها دارد، با نیزه‌ای که وزن سر نیزه آهنینش 600 سیکل یا 7.5 کیلوگرم است، وارد میدان می شود. در همین هنگام داوود فرزند یکی از 8 پسر ییسا اهل بیت اللحم یهودیه یا ساماریه از اطرافیان خود می شنود که اگر کسی از مردان اسرائیل بتواند با پهلوان فلسطینی بجنگد و بر او پیروز شود، شاول پادشاه او را مال فراوان خواهد بخشید و دخترش را نیز به زنی به او خواهد داد. داوود که کارش چراندن گله های پدرش است، نزد شاول می آید و خود را داوطلب جنگ با جولیات معرفی می کند. شاول در بدو امر در قبول توانایی او برای چنین نبردی تردید می کند، ولی داوود برای او حکایت می کند که همین چند روز پیش هنگامی که مشغول چرانیدن گله های پدرش بوده است، شیر و خرسی متفقاً به گوسفندان او حمله برده اند، ولی او ریش شیر را گرفته و او را کشته است و بعد هم دم خرس را کشیده و او را نیز هلاک کرده است. این بار شاول لباس فاخر خود را بر تن او می کند و شمشیر آب دیده‌اش را می آورد تا به دست او دهد، ولی داوود می گوید که شمشیر لازم ندارد و ترجیح می دهد که با همان چوب دستی چوپانی خودش با حریف فلسطینی روبرو شود و به همین صورت نیز پا به میدان می گذارد. جولیات با تعجب می پرسد: پس شمشیر و زره تو کجاست؟ و داوود بدو جواب می دهد: شمشیر من یهوه سبایوت است که از هر زره و شمشیری قدرتمندتر است. پاورقی. سبایوت نام جنگی یهوه خدای اسرائیل است که 282 بار در تورات آمده است. روایات مذهبی یهود حاکی از اینند که در دوران کهن مجموعه ای از داستان‌های حماسی مربوط به جنگ‌ها و پیروزی‌های یهوه به نام جنگ‌های یهوه تدوین شده بود که بعداً از میان رفت. ولی در باب 21 سفر اعداد تورات قطعات چندی از آن نقل شده است. از این لقب سبایوت به خصوص
در مزامیر داوود سخن می رود. مزمورهای 3، 9، 35، 44، 59، 8 و 184. ادامه متن. سپس سنگی را از کیسه چوپانی خود به در می آورد و در فلاخن می گذارد و آن را با چنان دقتی به میان پیشانی جولیات می زند که وی جا به جا از پای در می آید و داوود سر او را از تن جدا می کند و آن را به اورشلیم می برد تا تحویل شاول دهد. پاورقی. این بخش از تورات نماینده اشتباهات و ضد و نقیضهای بسیار جالبی است، از جمله اینکه گفته می شود داوود سر بریده جولیات را نزد شاول در اورشلیم می برد، در صورتی که در آن وقت هنوز اورشلیم پایتخت یهوه نبوده است. در ارتباط با خود افسانه داوود و جولیات نیز در باب دیگر کتاب اول سموئیل آمده است که آن کس که جولیات را کشت الهاتان ابن یعری بود و داوود نبود. دیکسیونر دائره المعارفی کتاب مقدس که در سال 2002 در پاریس منتشر شده، این داستان تورات را اقتباس آشکاری از اسطوره‌های مصری و بابلی می‌داند که در آنها خدایان با غول‌ها می‌ستیزند و پیروز می‌شوند. افسانه شاهنامه‌ای خود ما در مورد نبرد رستم با اکوان دیو نیز اسطوره‌ای از همین قبیل است. قرآن در نقل این داستان از یک طرف نام شاول را به طالوت و نام جولیات را به جالوت تغییر می‌دهد و از طرف دیگر به تمام ماجرا رنگ غلیظ اسلامی می‌زند. در آیه مربوط بدین واقعه آمده است که داوود و کسانش چون با جالوت و لشکریانش رویارو شدند گفتند پروردگارا ما را بر کافران یاری ده و خداوند نیز آنها را یاری داد و جالوت را به دست داوود بکشت. سوره بقره آیه 249. و به دنبال آنچه در همین مورد در تورات آمده است که 5 تن از شما به یاری یهوه 100 تن از دشمنانتان را تعاقب خواهند کرد و 100 تن از شما 1000 تن از آنان را فراری خواهند کرد. سفر لاویان باب 26 بند 8. بدین صورت در قرآن تکرار شده است که اگر شما مسلمانان در جنگ با مشرکین پایدار بمانید 20 نفر از شما بر 200 نفر از آنان و 100 نفر از شما بر 2000 نفر از آنان پیروز خواهید شد. سوره انفال 65. در همین زمینه در کشف الاسرار آیت الله خمینی میتوان خواند که از سرداران اسلام یاد بگیرید که یکی از آنان گفت 30 نفر از شما عساکر اسلام همراه من بیایید تا برویم و حساب 60,000 نفر طلیعه لشکر روم را برسیم. بقیه عساکر چک و چونه کردند که آقا ما هم میخواهیم شریک باشیم. موافقت شد که به جای 30 نفر 60 نفر بروند. رفتند و 60,000 رومی را از دم شمشیر گذراندند و برگشتند. پایان نقل قول. ادامه متن. بعد از مرگ شاول سران اسرائیل در هبرون نزد داوود می آیند و او را به جانشینی شاول برمیگزینند. داوود در حضور آنها به یهوه سوگند وفاداری یاد می کند و به پادشاهی اسرائیل می رسد و به یاری
یهوه سبایوت روز به روز قوت میگیرد و فلسطینیان را شکست میدهد و اورشلیم را به پایتختی کشورش برمیگزیند. در این هنگام یوآب یا جوآب سپهسالار اسرائیل با قوم بنی عمون که دشمن همیشگی اسرائیلیانند می جنگد و پایتخت آنان را که ربه نام دارد متصرف می شود. ولی وارد شهر نمی شود و به داوود پیغام می فرستد که خود او به عنوان پادشاه اسرائیل وارد این شهر شود تا پیروزی بدو تعلق گیرد. داوود به ربه می رود و در آنجا پادشاه بنی عمون تاج طلای سنگین خودش را که به گوهرهای گرانبها آراسته است بر سر او می گذارد. ولی داوود پس از غارت شهر دستور می دهد که مردم آن را با اره 2 نیم کنند و بدنشان را با تیشه های آهنین ببرند و آنها را در تنورهای آجرپزی بسوزانند. کتاب دوم پادشاهان باب 12. اندکی بعد بر اثر اغوای شیطان داوود در صدد آمارگیری مردم کشورش برمی آید و یوآب را که هم برادرزاده او و هم سپهسالار ارتش او است مأمور این کار می کند و یوآب این وظیفه را در سراسر کشور انجام می دهد و در بازگشت به اورشلیم بدو گزارش می دهد که اسرائیل 1000 و 100,000 یعنی 1,100,000 مرد شمشیر زن دارد. ولی در این آمارگیری 2 قوم لاویان و بنیامینیان را منظور نمی کند زیرا از آنها خوشش نمی آید و داوود نیز نظر او را می پذیرد. ولی یهوه از این تبعیضی که به عمل آمده است ناراضی می شود زیرا خود او از این 2 قوم خوشش می آید. بدین جهت به داوود اتمام حجت می کند که مصمم شده است بلایی بر قوم اسرائیل نازل کند و می باید وی یکی از 3 بلایی را که یهوه تعیین می کند انتخاب کند. بلای اول اینکه 3 سال تمام در اسرائیل قحطی شود. بلای دوم اینکه خود داوود 3 ماه پیاپی از دشمنانش شکست بخورد و سرانجام با شمشیر آنان کشته شود. بلای سوم اینکه به مدت 3 روز طاعون بر همه ساکنان اسرائیل نازل گردد. داوود شق سوم را برمیگزیند و در نتیجه یهوه طاعونی را به اسرائیل میفرستند که 70,000 نفر از آنان را هلاک میکند. داوود با استغاثه به یهوه میگوید که اگر من به حضورت گناهکارم مردم من چه تقصیری کرده اند؟ و دل یهوه از این بابت به رحم می آید و این بار از داوود می خواهد که برای او قربانی مفصلی بگذارند تا وی از تصمیم خود عدول کند. کتاب اول تواریخ ایام باب 21 1 تا 30. داوود در زمان اوج قدرتش یک روز به پشت بام کاخ سلطنتی خود می رود و در خانه روبروی کاخ زنی بسیار زیبا را می بیند که سرگرم آبتنی است. از گماشتگانش می پرسد که این زن کیست؟ و آنان می گویند بتسبع همسر اوریا، یکی از سرداران سپاه اسرائیل است که اکنون در جبهه جنگ با
بنی عمون انجام وظیفه می کند. داوود مأمورانی را می فرستد تا این زن را بی سر و صدا به کاخ او بیاورند و در آنجا با وی همبستر می شود و سپس او را به خانه‌اش باز می گرداند. ولی چند ماه بعد بتسبع بدو پیام می فرستد که از وی آبستن شده است. داوود این نقشه را طرح می کند که اوریا را به عنوان مرخصی به اورشلیم بخواهد تا وی به خانه خودش برود و با زنش همخوابه شود و بعداً این حاملگی به حساب خود او گذاشته شود. ولی اوریا هنگام آمدن به اورشلیم یکسره به دستبوس خود داوود می رود و چون داوود او را مرخص می کند تا به خانه خودش برود، وی از این کار سرپیچی می کند و می گوید که تا وقتی که هزاران سرباز اسرائیلی مشغول جانبازی در میدان جنگ هستند، او حاضر نیست نزد زنش برود و با او خوش بگذراند. این بار داوود نامه سربسته ای را خطاب به سپهسالار یوآب که اوریا زیر فرمان او انجام وظیفه می کند می نویسد و آن را به دست خود اوریا می دهد تا آن را به یوآب تحویل دهد و در این نامه داوود از فرمانده کل قوا می خواهد که اوریا را در محل پرخطری از جبهه مأموریت دهد و اطراف او را خالی بگذارد تا دشمن بتواند به آسانی او را از پای درآورد. همینطور هم می شود و چون خبر مرگ اوریا در جبهه جنگ به اورشلیم می رسد، به امر داوود برای او مراسم عزاداری ترتیب داده می شود و زنش نیز طبق قانون 1 ماه ماتم می گیرد و بعد از آن داوود او را به حرم خود می برد و به زنی می گیرد و وی برایش پسری می زاید. ولی خداوند با خشم بسیار به داوود خبر می دهد که این پسر را هلاک خواهد کرد. پسر بتسبع در روز 7 تولدش می میرد، اما داوود بتسبع را تسلی می دهد و می گوید که وی باز فرزندانی خواهد آورد و این بار بتسبع برای او پسر دیگری می زاید که سلیمان نام می گیرد. کتاب دوم سموئیل باب 11 1 و 37 و باب 12 11 تا 25. به دنبال ماجرای داوود و بتسبع، تورات ماجرای دیگری را این بار از پسر داوود نقل می کند که از نظر اخلاقی دست کمی از ماجرای خود داوود ندارد. خلاصه این داستان چنین است که آمنون پسر داوود خواهری زیبا به نام تامار دارد که آمنون دلداده اوست و به قدری مشتاق هم خوابگی با این خواهر است که خواب و خوراک را از دست داده است، ولی تامار باکره است و آمنون بدو دست درازی نمیتواند بکند. ناچار به راهنمایی یک دوست نزدیک خودش این برنامه را طرح می کند که ادعای بیماری کند و هنگامی که پدرش به عیادت او می آید از وی بخواهد که تامار را مأمور تهیه غذایی مخصوص و بردن آن به اتاق او کند و داوود به همین طور عمل می کند. تامار با غذایی که در خانه خود پخته است به خانه برادرش می رود و غذا را به اتاق او می برد. ولی آمنون او را به اجبار به بستر خود می کشاند و با او همخوابه می شود. منتها پس از این همخوابگی به شدت از او متنفر می شود و از خانه
بیرونش می کند. تامار جامه بر تن می درد و خاک بر سر می ریزد و شیون کنان نزد برادرش آبشالوم می رود. آبشالوم او را به خویشتنداری دعوت می کند، ولی بعد از اینکه مدتی از این ماجرا می گذرد، برادر خود آمنون را در مجلس ضیافتی به قتل می رساند. کتاب سموئیل باب 13 1 تا 29. داوود در سنین سال خردگی به سردی فوق‌العاده بدن مبتلا می شود، به طوری که هر قدر بدو لباس می پوشانند گرم نمی شود. ناچار خادمانش در صدد برمی آیند باکره جوانی را بیابند تا شبها داوود را در آغوش بگیرد و او را گرم کند و برای این کار دختر نیکو منظری به نام آبیساگ را برمیگزینند و او را مأمور پرستاری شبانه روزی داوود می کنند. ولی داوود با او همخوابه نمی شود، نه برای اینکه مایل بدان نیست، بلکه از این جهت که دیگر توانایی آن را ندارد و طول نمی کشد که داوود در می گذرد. بعداً تورات داوود را در کنار یهوه بر اورنگ پادشاهی می نشاند و یهوه عصای سلطنت را به دست او می دهد و می گوید من گوسفندان خود را خواهم طلبید و آنها را تفقد خواهم کرد و خواهم چرانید و خواهم خوابانید و بر آنان شبانی خواهم گماشت که آنها را بچراند و این شبان بنده من داوود خواهد بود و من یهوه خدای آنها خواهم بود و بنده من داوود امیر ایشان خواهد بود. کتاب حزقیال نبی باب 34 11 تا 24. چهارمین فرزند داوود آدونیاس به علت کشته شدن 3 برادر بزرگترش جانشین قانونی پدر به شمار می آید، ولی داوود در آخرین روزهای زندگی خود به خاطر رضایت بتسبع مادر سلیمان این قانون را زیر پا می گذارد و برکت پیامبری خود را به سلیمان می دهد. آدونیاس به ناچار بدین گزینش تن در می دهد. در عوض از سلیمان خواهش می کند که اجازه دهد وی با دختر جوانی که پرستار و همخوابه دوران سال خردگی پدرشان بود ازدواج کند، ولی سلیمان به وی خشم می‌گیرد و دستور کشتنش را می‌دهد. کتاب اول پادشاهان باب 2. تورات در یکی از فصول خود داستان جالبی را بدین مضمون نقل می‌کند که یهوه پیامبر خود ناتان را نزد داوود می‌فرستد و از زبان او به وی می‌گوید که در شهری 2 مرد بودند، یکی دولتمند و دیگری فقیر، و دولتمند گوسفندان و گاوان بسیار داشت، اما فقیر را 1 بره کوچک بیش نبود. و مسافری از راه رسید و مهمان آن مرد دولتمند شد، ولی آن توانگر را دریغ آمد که یکی از گوسفندان خودش را برای تهیه طعام مسافر بکشد. بدین جهت تنها گوسفند آن مرد فقیر را از او گرفت و با آن غذای میهمان خود را آماده کرد. اینک نظر تو در این باره چیست؟ خشم داوود برانگیخته می شود و می گوید البته آن مرد دولتمند مستحق قتل است. آنگاه ناتان به او می گوید آن مرد دولتمند خود تو هستی که همه زنان در اختیارت بودند تا با آنها هماغوش شوی، ولی تو تنها زن اوریا را از او گرفتی و خودش را نیز
با شمشیر دشمن کشتی و خداوند یهوه می‌فرماید حالا که چنین کردی تو دیگر فرصت آن را که معبدی برای من بسازی نخواهی داشت، بلکه پسرت سلیمان آن را خواهد ساخت. در قرآن این داستان تورات با تغییرات زیادی در آن و به خصوص بی اینکه دلیلی برای آوردن این داستان ارائه شده باشد بدین صورت نقل شده است که هنگامی که داوود پیغمبر در محراب مشغول عبادت است 2 فرشته از سقف محراب بر او وارد می شوند و چون وضعی خصمانه دارند داوود به هراس می افتد، ولی آن 2 به او می گویند ما دشمنان تو نیستیم بلکه 2 برادریم که از هم شکایت داریم و آمده ایم تا تو میان ما داوری کنی. آنگاه یکی از آنان بدو میگوید که این برادر من 99 گوسفند دارد و من یکی بیشتر ندارم، ولی به من فشار می آورد که همان 1 گوسفند خودم را هم به او بدهم. داوود میگوید البته که برادرت به تو ظلم کرده که خواسته از تنها گوسفند تو را نیز به گوسفندان خودش اضافه کند و بسیارند کسانی که به حق معاشران خود تعدی می کنند، ولی اندکند آنهایی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. سوره صاد آیه های 21 تا 24. و درباره خود داوود در همین سوره صاد 17 تا 20 آمده است که ای محمد یاد کن از بنده ما داوود که پیوسته رو به درگاه ما داشت و به پیشگاه ما استغاثه می کرد و چون چنین بود کوه‌ها را مسخر او کردیم و ملک پادشاهیش را گسترش دادیم و به او حکمت و تمیز آموختیم. و در سوره های دیگر در همین باره گفته می شود به داوود حکومت و دانش عطا کردیم و کوه‌ها و مرغان هوا را مسخر او گردانیدیم تا همه آنها ما را تسبیح گویند و به داوود زره ساختن را آموختیم تا شما را از زخم شمشیر یکدیگر در امان بدارد. سوره انبیاء آیه های 79 و 80. و باز در سوره ای دیگر گفته می شود که ما آهن سخت را به دست داوود نرم گردانیدیم و بدو دستور دادیم که از آن زره بسازد و حلقه های زره را به دقت اندازه گیرد. سوره سبا آیه 10. و باز هم در جای دیگر آمده است ما زبور را بر داوود نازل کردیم و در آن نوشتیم که بندگان نیکوکار ما وارثان ملک زمین خواهند شد. انبیاء 105. پاورقی. نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اظهار فضل این آیه قرآن را چنین تفسیر کردند که این بندگان نیکوکار آیت الله های ولایت فقیه‌اند و خداوند از این راه نشان داده است که اینان میباید رهبری تمام جهانیان را بر عهده گیرند. پایان این فایل در صفحه 146. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 10 شروع از صفحه 147. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. داستان سلیمان. سلیمان پس از رسیدن به مقام پادشاهی بلافاصله
به ساختن پرستشگاه با شکوهی برای یهوه می‌پردازد که تورات از آن به صورت معبد سلیمان نام می‌برد. خلاصه روایت توراتی کتاب اول پادشاهان در این باره چنین است: و سلیمان در سال 480 از خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر در ماه زبو که ماه دوم از سال 4 سلطنت او بود، بنای خانه خداوند را آغاز کرد و خانه خداوند طولش 60 ذراع و عرضش 20 ذراع و بلندیش 30 ذراع بود و برای خانه پنجره‌ای مشبک ساخت و بر دیوار خانه به هر طرفش طبقه ها برپا کرد و طبقه تحتانی عرضش 5 ذراع و طبقه وسطی عرضش 6 ذراع و طبقه سوم عرضش 7 ذراع بود. و چون خانه بنا می‌شد، سنگ‌هایی که در معدن مهیا شده بود به کار رفت، به طوری که نه چکش و نه تبر و نه هیچ آلت آهنی دیگر به کار نرفت و خانه را بنا کرده آن را به اتمام رسانید و خانه را با تیرها و تخته‌ها از چوب سرب آزاد پوشانید و در اندرون خانه محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن بگذارد و داخل محراب را به طول 20 ذراع و عرض 20 ذراع و ارتفاع 20 ذراع به طلای خالص بپوشانید و پیش روی محراب زنجیرهای طلا کشید و تمامی خانه را به طلا پوشانید و در دو سوی محراب 2 کروبی یا فرشته از چوب زیتون برافراشت که قد هر یک از آنها 10 ذراع بود و بال هر کدام 5 ذراع و از سر یک بال تا آخر بال دیگر 10 ذراع بود و هر 2 کروبی را به طلا پوشانید و بر تمامی دیوارهای خانه به هر طرف نقش‌های تراشیده شده کروبیان و درختان خرما و بسته‌های گل نقش کرد و زمین خانه را از درون و بیرون به طلا پوشانید و هر 2 لنگه در خانه را از چوب صنوبر ساخت و آنها را به طلا پوشانید و صحن اندرون خانه را 3 صف با سنگ‌های تراشیده و 1 صف با چوب‌های سرو آزاد آرایش داد و بنیاد این خانه که خانه خداوند بود در ماه زبور از سال 4 آغاز شد و در سال 11 در ماه بول که ماه 8 باشد ساختن خانه با تمامی متعلقاتش به پایان رسید. ولتر در فصل خاصی از دیکسیونر فلسفی خود که به سلیمان اختصاص دارد می نویسد که نام سلیمان در مشرق زمین مرادف با حد اعلای شوکت و قدرت و توانگری است و برای خود قوم یهود نیز دوران سلطنت او شکوهمندترین دوران تاریخ یهود شناخته شده است. در کتاب وی پادشاه کشور بزرگی معرفی می شود که از فرات تا بحر احمر و تا مدیترانه را شامل می شده است، ولی همین تورات می نویسد که شهر گازر در کنعان از جانب فرعون مصر به عنوان جهیزیه دخترش که به ازدواج سلیمان در آمده بود به سلیمان واگذار شد و باز در همین تورات گفته می شود که سلیمان با حکومت‌های مستقل و ثروتمند سور و سیدا رابطه بازرگانی خوبی برقرار کرده بود.
افسانه ثروتمندی سلیمان نیز افسانه دیگری از همین قبیل است. به نوشته تورات داوود پیش از مرگ خود 103,000 تالان طلا و 1,013,000 تالان نقره برای سلیمان به ارث گذاشت. اگر چنین مبالغی به ارزهای کنونی ما سنجیده شوند، روشن می شود که حتی در تمامی دنیای شناخته شده عصر سلیمان چنین مقدار پولی در جریان نبوده است. در همین تورات می توان خواند که برای نهار یا شام سلیمان 50 گاو و 100 گوسفند کشته می شده. یعنی هر ظهر و شب در حدود 240 تن گوشت به مصرف خانه او می رسیده است. و باز در همین تورات می توان خواند که سلیمان 40,000 استبل برای اسب‌های مخصوص عرابه‌های جنگی خود داشت و 13,000 اسب برای سوار نظام خود و اضافه بر آنها 412,000 اسب زین و یراق شده برای گردش سلیمان و زنانش در سواحل دریاچه تبریه و دریاچه سدوم و نهر سدرون کنار اورشلیم آماده بوده. داستان شهر طلا اوفیر که طلاهای مورد نیاز سلیمان از آنجا آورده میشد یکی دیگر از افسانه پردازی های ناشیانه تورات است. به حکایت این افسانه سلیمان اقدام به ساختن ناوگان نیرومندی می کند تا آنها را برای آوردن طلا از اوفیر مورد استفاده قرار دهد و برای این منظور هیرام پادشاه سور ملاحان کارآزموده خود را نزد او می‌فرستد تا این ناوگان را به سوی این شهر حرکت دهند و از آنجا مقدار طلای مورد احتیاج سلیمان را برای او همراه بیاورند. و در این سفر نخستین آنها 420 تالان طلای خالص برای او می آورند که چون هر تالان به مقیاس وزنی امروز معادل 35 کیلوگرم است، جمع این طلاها به 420 تن یعنی 1200 خروار بالغ می شود. از آن به بعد این سفر دریایی هر ساله تکرار می شود و هر بار 666 تالان یعنی 23300 تن معادل 70,000 خروار طلا برای سلیمان به اورشلیم میرسد. به نوشته تورات ساختن خانه‌ای برای یهوه و ساختن خانه‌ای برای خود سلیمان روی هم 20 سال به طول می انجامد. در پایان این مدت داستان ملکه سبا حکایت می شود که زنی است که بر کشور ثروتمندی در محل کنونی کشور یمن سلطنت می کند و چون آوازه سلیمان و خردمندی او را شنیده است با مرکبی بسیار بزرگ و با شترهایی که طلای فراوان و ادویه، بخور و جواهر زیاد بر پشت خود دارند به اورشلیم می آید و با سلیمان دیدار می کند و چنان مجذوب خردمندی او و طعام سفره او و مجلس ضیافت او و نظم و ترتیب خادمان و ساقیان او می شود که به آیین یهوه می گرود و بعد از پیشکش کردن 120 تالان طلا به سلیمان از او اجازه بازگشت به کشور خودش را می گیرد. سلیمان در دولت و حکمت به پایه‌ای می رسد که از جمیع پادشاهان جهان بالاتر می رود و یکایک این پادشاهان
با هدایای گوناگون به پایبوس او می آیند. 1005 سرود می سراید و 3000 مثل و کلمات قصار می گوید و بارگاهش به چنان عظمتی می رسد که 7000 باربر و 80,000 نجار و چوب بر دارد. سلیمان در حضور بزرگان اسرائیل یک روزه 22,000 گاو و 120,000 گوسفند برای یهوه قربانی می کند و پس از نیایش دست جمعی اعلام می دارد که یهوه خدا است و خدایی به جز او نیست. با این همه با گذشت زمان سلیمان روی از این اخلاص خود برمی گرداند و به وسوسه زنان حرم سرایش که شماره آنان به 700 زن عقدی و 300 همخوابه غیر عقدی می رسد، او نیز به خدایان آنها روی می آورد و این بار در کوهی که روبروی اورشلیم پرستشگاه‌های متعددی را به نام گموش خدای موآبیان و ملوخ خدای امونیان و خدایان دیگر زنان غیر یهودی خود برپا می کند، خداوند که این را می بیند خشمش بر سلیمان افروخته می شود و بدو می گوید چون که این عمل را کردی البته پادشاهی را از تو خواهم گرفت و آن را به کسان دیگری خواهم داد، لیکن به خاطر پدرت داوود این کار را در ایام زندگی تو نخواهم کرد، بلکه سلطنت را از دست پسرت خواهم گرفت و آن را دوپاره خواهم کرد. مدت زمانی که سلیمان بر تمامی اسرائیل سلطنت می کند 40 سال است. سپس مرگش فرا می رسد و در شهر پدرش داوود به خاک سپرده می شود. کتاب اول پادشاهان باب 11 بندهای 1 تا 43. در قرآن داستان سلیمان با آنکه تماماً از تورات گرفته شده، بر اثر دستکاری‌های همه جانبه‌ای که در متن توراتی صورت گرفته، به صورتی در آمده است که گویی اصولاً از کس دیگری که سلیمان خوانده می شود نام برده می شود و همه این دستکاری‌ها بدین منظور انجام می گیرد که سلیمان همچنان فردی پرهیزکار و پارسا و حتی مسلمان شناخته شود و نه پادشاهی که به صورت مرتد و مغضوب خداوند از جهان رفته است. در این راستا گفته است و باد سرسر پاورقی سرسر تند بادی است که در 4 سوره دیگر قرآن نیز بدان اشاره شده است. فصلت 16، احقاف 24، قمر 19، الحاقه 16. ادامه من. باد سرسر را به فرمان سلیمان گذاشتیم تا او را هر صبحگاه به مسافت 1 ماه راه به دور ببرد و هر شامگاه او را به مسافت 1 ماه راه به جای خود بازگرداند و معدن مس گداخته ای را در اختیار او قرار دادیم تا برای تهیه هرچه او از سلاح و جوشن لازم داشته باشد به کارش رود و بر هر کدام از دیوان که در صدد سرپیچی از اوامر او برآمدند عذاب آتش سوزان را چشاندیم. لاجرم دیوان هرچه را که سلیمان می‌خواست از کاخها و ساختمانها و معابد و نیز ظروف بزرگ، استخرها و نقوش و تمثالها و دیگه‌های عظیم به دست آنها ساخته شدند. سوره سبا
12 و 13. بر عدالت سلیمانی عمیقاً تکیه شده که تمامی سوره نمل یا مورچه بر مبنای آن شکل گرفته است. وقتی که سلیمان وارث حکومت پدرش داوود شد، به مردم گفت که خدای تعالی مرا زبان مرغان آموخته و همه گونه نعمت عطا فرموده است و سپاهیان فراوان از گروه آدمیان و اجنه و مرغان در رکابش حاضر آمدند و چون سپاه او به وادی مورچگان رسید، موری جلال سلیمان و سپاه بزرگ او را دید و به دیگر موران گفت که همگی به خانه‌های خود اندر شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش شما را پایمال کنند. و سلیمان که این بدانست خندید و گفت پروردگارا، تو را از بابت آنچه به من و پدرم عطا فرمودی شکر می‌گزارم. نمل 19. پاورقی اشاره به این که در دوران عدالت سلیمانی مورچگان نیز حق خود را می‌طلبند. ادامه من. داستان هدهد و بلقیس که بعد از حکایت آن در قرآن جای گسترده‌ای را در ادبیات ایران و اصولاً ادبیات همه جهان اسلامی یافته است، در قرآن به صورتی نقل شده است که به کلی غیر از روایت توراتی آن است. خلاصه آنچه در سوره نمل در این باره آمده چنین است: و سلیمان جویای حال مرغان شد و پرسید هدهد کجاست که او را نمی بینم. پاورقی نام هدهد را برابر در قرآن می توان یافت و روشن نیست که به چه پرنده‌ای اطلاق شده است. ادامه من. اگر بی اجازه من غیبت کرده باشد او را سخت عذاب دهم یا سرش را از تن جدا کنم. ولی اندکی نگذشت که هدهد حاضر شد و گفت من به چیزی آگاه شدم که تو با همه قدرتت از آن آگاه نشده ای و آن این است که در سرزمین سبا زنی است که بر مردم آن کشور پادشاهی دارد و به او هر گونه دولت و نعمت دنیوی عطا شده است و اورنگ با عظمتی دارد و آن زن و رعایایش را دیدم که خدا را نمی شناسند و به جای او خورشید را می پرستند. پاورقی در این مورد اشتباه شده، زیرا خدای اساطیری یمن الهه ماه بوده است و نه خدای خورشید. ادامه متن. و شیطان این کژروی را در نظر آنان زیبا جلوه داده و از راه راست دورشان کرده است. سلیمان به هدهد گفت باید تحقیق کنم تا بدانم که درست میگویی یا نه و اینک نامه مرا برای آن زن و پاسخ او را برای من بیاور. و هدهد نامه را به منقار گرفت و آن را به مملکت بلقیس برد. پاورقی نام بلقیس نه در تورات آمده است و نه در قرآن، بلکه نامی است که بعداً در ادبیات اسلامی برای این ملکه به کار رفته است و مأخذ آن روشن نیست. دو امپراتور حبشی قرن 19 منلیک اول و منلیک دوم خودشان را ثمره ازدواج سلیمان با ماکدا ملکه افسانه‌ای یمن دانسته و به همین جهت خویش را وارثان سلیمان خوانده‌اند. حایل سلاسیه آخرین امپراتور حبشه نیز به نوعی خود مدعی میراث بری سلیمان بود.
ادامه متن. و آن را در برابر او افکند و بلقیس به شگفت آمد و مهر از نامه برگرفت و آن را که با عنوان بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده بود خواند که در آن نوشته شده بود که با من به رویارویی برنخیز. بلقیس رجال کشورش را احضار کرد و موضوع را با آنان در میان نهاد و از آنان خواست که درباره آن نظر دهند، زیرا وی نمیخواهد بدون مشورت با آنان تصمیمی بگیرد. و بزرگان قوم بدو گفتند که ما را لشکری نیرومند و جنگاورانی سلحشور است که از رویارویی با هیچ سپاهی باکشان نیست، لیکن اختیار صلح و جنگ با خود تو است. بلقیس بدانان گفت پادشاهان چون به دیاری حمله آورند باعث ویرانی آن شوند. بدین جهت صلاح را در این میبینم که برای سلیمان هدایایی گرانبها فرستم تا ببینم فرستادگانم چگونه پاسخی از جانب او نزد ما آورند. و چون فرستادگان بلقیس به حضور سلیمان رسیدند وی هدایای ایشان را نپذیرفت. بدانان گفت که خواهید مرا به مال دنیا بفریبید؟ در صورتی که آنچه خدا از ملک و مال بی حساب به من عطا فرموده بسیار بیش از هدیه ناچیز شماست. پس با هدایای خود به سوی او بازگردید و من لشکری بیشمار که در برابر آن یاری پایداری نتوانید کرد به سویتان میفرستم. شما را به ذلت از ملکتان بیرون میکنم. آنگاه سلیمان رو به حاضران بارگاه خود کرد و گفت که کدام یک از شما میتواند تخت بلقیس را پیش از آنکه تسلیم اهرمن شود به نزد من بیاورد؟ و عفریت گفت من چنان قادر بدین کارم که میتوانم تا پیش از آنکه از این دیوان داوری خود برخاسته باشی آن را به حضورت آورم. و آن کس دیگر نیز گفت پاورقی. قرآن هویت این شخص را مشخص نکرده است، ولی غالب مفسران او را آصف برخیا وزیر افسانه‌ای سلیمان دانستند که سلیمان برای او احترام بسیار قائل بود. ولی چون یکی از همسران سلیمان که زنی غیر یهودی به نام جراده بود بتپرست بود، وی سلیمان را از این بابت مورد سرزنش قرار داد و سلیمان بر او خشم گرفت، ولی بعداً توبه کرد و همسر بتپرستش را ترک گفت و او را تنبیه نمود. برخی دیگر از مفسران شخص مورد اشاره قرآن را خضر پیغمبر دانسته‌اند. ادامه من. گفت من نیز آماده‌ام بر همزنی تخت او را به دینجا آورم. سلیمان که این بدید گفت این توانایی از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که نعمتش را شکر میگویم یا کفر نعمت میکنم. آنگاه فرمان داد که تخت پادشاهی بلقیس را به صورتی دیگر درآورند تا معلوم شود که وی آن را خواهد شناخت یا نخواهد شناخت. و هنگامی که تخت بلقیس آورده شد از او پرسیدند که آیا اورنگ تو این است؟ و وی پاسخ داد که گویا همین است و او را پرستش معبودی جز خداوند از خداپرستی باز داشته بود. آنگاه بدو گفتند
به کاخ پادشاهی سلیمان درآی. و وی چون داخل شد آن را آبگینه‌ای بلورین پنداشت و جامه از ساق پا برگرفت تا آب بدان نرسد. ولی سلیمان بدو گفت این آبگینه نیست، بلکه کاخی بلورین است. و بلقیس که این را بشنید گفت همانا که با خود ستم کردم که خدا ناشناس بودم و اینک به سلیمان ایمان می آورم و تسلیم اوامر پروردگار او می شوم که فرمانروای جهان است. سوره نمل 20 تا 44. در جای دیگری از قرآن از معجزه‌ای سخن می رود که پیش از آن درباره یوشع پیغمبر انجام گرفته بود، یعنی به خاطر آنکه او کار کشتار فلسطینیان را به پایان رساند، خورشید از حرکت باز مانده بود. و یادار از وقتی که برای سلیمان که علاقه بسیار به اسب داشت اسبانی تندرو هدیه فرستادند و سلیمان چنان علاقمندانه به نوازش آنها پرداخت که از ادای نماز عصر خود غافل ماند. و آنگاه که متوجه این قصور شد با خود گفت دریغا که از ذکر و نماز خداوند غافل شدم. و ما چون این بشنیدیم به فرشتگان موکل آفتاب فرمان دادیم که خورشید را به جای خود بازگردانند و این بار سلیمان توانست نماز خود را به جای آورد و از نو به نوازش ساق و گردن اسب‌های خود پردازد. سوره صاد 30 تا 33. و باز در جای دیگر افسانه شگفت‌آوری مطرح می شود که در تورات سخنی از آن نرفته است، ولی در یکی از تلمودهای یهود شرح آن داده شده است. پاورقی: احادیث یهودی که در تلمود، تارگونشنی، سهندرین بی 20 نقل شده حکایت از آن دارند که چون سلیمان انگشتری معجزه آسای خود را که همه قدرت او بدان وابسته بود گم کرد، حاکمیت او بر کشورش از میان رفت و وی با سرگردانی به اطراف جهان روان شد. شیطان از فرصت استفاده کرد و خود را به شکل او درآورد و روی تخت پادشاهی او نشست، ولی در این ضمن سلیمان انگشتری خود را باز یافت و در نتیجه همه امتیازات پیشینش بدو باز گردانده شد. ادامه متن. و ما سلیمان را در مقام آزمایش درآوردیم و کالبدی را بر تخت وی افکندیم، ولی وی باز به درگاه ما کرد و گفت بارالها به کرم خود از خطای من درگذر و مرا سلطنتی عطا فرما که پس از من کسی دیگر شایسته آن نباشد، زیرا که تو بخشنده بخشندگانی. قرآن نوشته روشن تورات را که سلیمان به صورت مغضوب یهوه از جهان رفت عمدن نفی می کند و گناه سلیمان را در این مورد به حساب هاروت و ماروت می گذارد. و سلیمان هرگز به خدا کافر نگشت، بلکه دیوان بودند که کافر شدند و به مردم سحر آموختند و بدان آنچه را یاد دادند که به هاروت و ماروت مربوط می شد. سوره بقره 102. پاورقی به شرح صفحه 180 مراجعه شود. ادامه متن. در مورد نحوه مرگ سلیمان نیز قرآن
افسانه ای را نقل می کند که با برداشت توراتی مرگ سلیمان به کلی تفاوت دارد. آنچه در این باره در قرآن آمده چنین است: و چون نوبت مرگ سلیمان فرا رسید، اگر دابة الارض، پاورقی، دابة الارض که در این سوره و در سوره نمل آیه 82 بدو اشاره شده، حیوانی است که به امر خداوند از دل زمین بیرون می آید تا به آدمیان هشدار دهد که آنهایی که به آیات پروردگار ایمان نداشته باشند کیفر خواهند دید. این اسطوره اقتباس از کتاب مکاشفه یوحنا آپوکالیپس است که در آن گفته می شود: آنگاه حیوانی وحشی را دیدم که از زمین بیرون آمد و 2 شاخ داشت و همچون اژدها غرش می کرد. مکاشفه یوحنا باب 13 بند 11. ادامه متن: عصای او را نپوسانیده بود، دیوان به مرگ او پی نمی بردند، در صورتی که اگر به اسرار غیب دسترسی می داشتند دیر زمانی در عذاب و ذلت باقی نمی ماندند. سوره سبا 14. قرآن داستان سلیمان و ملکه سبا با وقایع تاریخی دوران خود محمد ارتباط داده و در این راستا سرنوشت مردم یمن پس از فاجعه شکسته شدن سد معروف معاریب در آن کشور را بازگشت مردم آن به کفرورزی دانسته است. و ما برای مردم سبا 2 باغ خرم در سرزمینشان پدید آوردیم که یکی در جانب راست آنان بود و دیگری در جانب چپشان، و بدانان گفتیم که از این رزقی که پروردگارتان نصیب شما کرده است بهره مند شوید و شکرگزار او باشید، زیرا کشور شما کشوری آباد و خدای شما خدایی بخشنده است. ولی آن مردم روی از ما بگرداندند، لاجرم ما نیز بر آنان خشم گرفتیم و سیل الارم را به سویشان فرستادیم و 2 باغ پرمیوه شیرین را تبدیل به 2 باغ دیگر با میوه های تلخ کردیم. سوره سبا 15 و 16. پاورقی: برای روشن شدن موضوع این 2 آیه می باید توضیح داده شود که سرزمین سبا که اکنون یمن خوانده می شود در قرون باستانی کشور آبادی بوده که به خاطر صدور مواد مولد بخور ثروتمندی و رونق فراوان داشته است. پایتخت این کشور به نام معارب آبادانی فراوان خود را مدیون سد بزرگ و مستحکمی بوده است که در نزدیکی آن در میان 2 کوهستان مرتفع ساخته شده بود و روایات اسلامی ساختن آن را به بلقیس نسبت داده‌اند، ولی در واقع در طول سالهای ممتد به دست فرمانروایان و بازرگانان این سرزمین ساخته شده بوده است و آب این سد که بزرگترین سد دوران باستانی جهان شناخته می شود اراضی پهناوری را آبیاری می کرده است و بدین جهت سرزمین سبا حاصلخیزترین مرکز عربستان و حضرموت به شمار می رفته است. ولی این سد در سال 542 میلادی بر اثر فشار فوق‌العاده آب آن ناگهان شکسته شده و در سیلاب عظیمی که در اصطلاح عربی سیل العرم نام گرفت و در قرآن نیز به همین صورت از آن یاد شده، همه اراضی آباد و منازل
مسکونی شهر معاریب را از میان برده است و از آن پس مردم شهر به شهرهای یثرب و تهامه و عمان مهاجرت کردند. لازم به توضیح است که خود یمن مدتی توسط ابرهه سردار حبشی اشغال شد و سپس سپاهیان انوشیروان پادشاه ساسانی حبشیان را از آن بیرون راندند و یمن تبدیل به مستعمره ایران شد. ادامه متن. با مرگ سلیمان دوران پادشاهان بزرگ اسرائیل پایان می‌یابد و دوره پادشاهان کوچک آغاز می شود که تا سال 587 پیش از میلاد، یعنی تا هنگام سقوط اورشلیم به دست نبوکدنصر یا بختالنصر پادشاه بابل و اسارت بابلی یهودیان ادامه می یابد. 82 پادشاه در این مدت بر اورشلیم حکومت می کنند که تقریباً همه آنها به قتل می رسند. تاریخ اسرائیل در این سالها یک سریال تاریک توطئه، برادرکشی، فرزندکشی، فریبکاری، خیانت و جنایت است که در آنها یهوه نقش پهلوان اصلی را دارد. رهبعام پسر و جانشین سلیمان که به تبعیت از پدر خود 18 زن عقدی و 60 متعه و 300 کنیز دارد، در روز آغاز سلطنت خود به نمایندگان همه مردم اسرائیل که به تبریک او آمده به وی گفتند که پدر تو یوغ ما را چنان سنگین کرد که کمرمان را شکست و اکنون تو بار بندگی ما را سبکتر کن تا تو را بهتر خدمت کنیم. میگوید که 3 روز بعد برای گرفتن پاسخ به نزد او بازگردند و 3 روز بعد که باز میگردند بدانان میگوید پدرم یوغ شما را سنگین ساخت، اما من یوغ شما را سنگین تر خواهم کرد. پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه نمود، اما من شما را به عقرب ها تنبیه خواهم کرد، چون که انگشت کوچک من از کمر پدرم کلوفتر است. کتاب اول پادشاهان باب 12 3 تا 14. یورام نواده سلیمان هنگام آغاز سلطنت همه برادران و شمار زیادی از خویشاوندانش را می‌کشد. پسر او اخزیا پس از 1 سال پادشاهی با همه نزدیکانش بر اثر توطئه‌ای به قتل می‌رسد. پس از مرگ او مادرش اتلیا فرزندان خودش و همه افراد خاندان سلطنتی را از دم تیغ می‌گذراند تا خودش سلطنت کند. ولی پس از 6 سال یکی از پسران او به نام یوآش که به دست عمه کاهنه خود از مرگ نجات یافته است علیه او می‌شورد و مادرش را می‌کشد و خودش به پادشاهی می‌رسد و اندکی بعد خود او نیز در بستر خواب گردن زده می‌شود. پسرش امازیا سلطنت خود را با کشتن همه کسانی که او را به پادشاهی رسانیده اند آغاز می‌کند. ولی پس از مدتی مردم بر او می‌شورند و او از اورشلیم فرار می‌کند و در راه به قتل می‌رسد و پسرش اوریا شاه می‌شود. این بار اوریا به خاطر بدرفتاری با کاهنان از جانب یهوه به بیماری خوره مبتلا می‌شود و تا آخر عمر در خانه خود زندانی می‌ماند. پسرش یونام به جای او سلطنت می‌کند که چندی بعد پدرش را به بهانه اینکه از جذام مرده است سر به نیست می‌کند.
ابی بلخ پسر جدعون چماقدارانی را اجیر می کند و به دست آنها 70 برادر خود را بر روی سنگی گردن می زند تا حکومت خود را بدون رقیب ادامه دهد. از 6 پادشاهی که در عرض 10 سال به سلطنت می رسند 5 نفر کشته می شوند و این سری کشتارها 110 سال تمام ادامه می یابد. همچنان که جنگ خانگی میان دو کشور یهودا و اسرائیل که پس از مرگ سلیمان با تجزیه کشور او آغاز شده 100 سال به طول می انجامد. در این مدت بارها پرستش یهوه به دست این پادشاهان موقوف می شود و پرستش بعل و ملکارت و فحشای مقدس و قربانی کودکان جای آن را می گیرد. پایان این فایل در صفحه 160. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع‌الدین شفا، کتابخوان ایرانی. فایل 11 شروع از صفحه 161. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com نقش آسمانی و زمینی یهوه. در بررسی کلی تورات آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگر است نقش بنیادی یهوه در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه عهد عتیق و 39 کتاب آن به نقل آنها اختصاص یافته‌اند. بدین جهت ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود این یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راههایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چنین ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آن خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که گروه اخوان المسلمین آن را قانون اساسی جهان مسلمان نام داده اند، کلیه پیغمبران یهود پیغمبران مسلمانان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط بدانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن مطرح می شود. آفرینش کائنات در 6 روز، خلق آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای هابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیغمبری موسی و دیدارهای او از فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه بدان کشور، خروج قوم اسرائیل از مصر، رهبری موسی به غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه تور، استقرار نهایی یهودیان در ارض موعود، لشکرکشی‌های یوشع، ماجراهای شاول،
و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل. در تمامی این موارد خدای مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و این طبعاً این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جا یهوه و جای دیگر الله نام دارد. در این بخش از کتاب که به ارزیابی آیین یهود اختصاص داده شده، به پرسش‌هایی پاسخ داده می شود که منحصراً به یهوه ارتباط دارد. در بخش دیگر آن که مربوط به دو جهان مسیحیت و اسلام می شود، ارزیابی‌های مشابهی انجام خواهد گرفت. شکل یهوه. در دیدار موسی با یهوه در کوه سینا، موسی از او درخواست می کند که چهره خود را به او نشان دهد، ولی خداوند بدو می گوید تو نمی توانی صورت مرا ببینی، زیرا هیچ آدمی نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. سفر خروج باب 33 18 تا 20. با این وصف در همین سفر خروج آمده است که خداوند از روبرو با موسی سخن می گفت مثل شخصی که با دوست خود سخن بگوید. پیش از آن نیز به حکایت تورات خدا با پیغمبرش ابراهیم غذا خورده بود. سفر پیدایش باب 18 1 تا 8 و با یعقوب کشتی گرفته بود. سفر پیدایش باب 32 31 و به دنبال موسی دویده بود تا او را بکشد. سفر خروج باب 4 24. در کتاب دوم سموئیل وصف یهوه از زبان داوود پیغمبر آمده است، بدین صورت که یهوه از فراز ابرها به زمین فرود می آید، در حالی که از بینی او دود برمی خیزد و از دهانش آتش بیرون می جهد و از مهابتش زمین می لرزد. آنگاه زمین متزلزل گردید و پایه های آسمان بلرزیدند و از بینی وی دود برخاست و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته شدند و او آسمانها را خم کرده نزول فرمود و تاریکی غلیظ زیر پاهایش بود. از درخشندگی او برق جهاده شد و اعماق دریا ظاهر شد و پایه های ربع مسکون منکشف گردید. پایان نقل قول. کتاب دوم سموئیل باب 22 8 تا 17. حزقیال نبی نیز یهوه را به چشم می بیند که بر اورنگی شبیه یاقوت نشسته است و بالای فلک تختی مثل یاقوت کبود دیدم و بر آن تخت صورتی مانند صورت انسان و از کمر او به طرف بالا مانند منظره فلز تابان دیدم و بر گرداگردش و در اندرونش شعله‌های آتش مانند نمایش قوس و قزح که در روز باران در ابر باشد و دانستم که این منظر جلال یهوه است و چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و آنگاه صدایی را شنیدم که به من گفت ای پسر آدمی بر پایهای خود بایست تا با تو سخن گویم. پایان نقل قول.
کتاب حزقیال نبی باب اول 26 تا 28. اشعیا نبی به نوبه خود یهوه را در میان ملائک بالدار می‌بیند. آنگاه خداوند را دیدم که بر کرسی خود نشسته بود و سرافیم بالای آن ایستاده بودند که 6 بال داشتند و هر یکی از آنها دیگری را صدا زده می گفت: قدوس قدوس یهوه سبایوت، که تمامی زمین مملو از جلال اوست. و پایه های خانه از صدای او لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. پایان نقل قول. کتاب اشعیا نبی باب 6 1 تا 5. مبالغه های یهوه. مبالغه گویی هایی که در تورات به یهوه نسبت داده شده چنان غیر منطقی و غالباً ناشیانه است که گویی این خدا مطلقاً با ارقام و آمار و معادلات جمع و تفریق آشنا نیست. پس زاره حبشی با 1000 داخل پرانتز 1,000,000 پرانتز بسته سپاه و 300 عرابه جنگی بیرون آمد و به مریشه رسید و آسا داخل پرانتز پادشاه یهودا پرانتز بسته به مقابله با او بیرون رفت و یهوه خدای خود را خواند. آنگاه حبشیان را شکست داد و آسا آنها را تعاقب نمود و از حبشیان آنقدر افتادند که از ایشان حتی 1 تن زنده نماند. و قوم اسرائیل شهرها را تاراج نمودند، زیرا که غنیمت بسیار در آنها بود و خیمه‌های گاوان و گوسفندان را نیز زدند و گوسفندها و شتران فراوان برداشته به اورشلیم مراجعت نمودند. پایان نقل قول. کتاب دوم تواریخ ایام باب 14 10 تا 16. و آخاز 20 ساله بود که پادشاه شد، اما آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل نیاورد، زیرا که در وادی این هنوم بخور سوزانید و قربانی ها را بر بالای تلها و زیر درخت های سبز گردانید. بدین جهت یهوه خدایش فقح بن رملیا را برانگیخت که در ظرف 1 روز 120,000 نفر از اسرائیل را که جمیع ایشان مردان جنگی بودند در سرزمین یهودا کشت و 200,000 نفر دیگر از زنان و پسران و دخترانشان را به اسیری گرفت. پایان نقل قول. کتاب دوم تواریخ ایام باب 28 1 تا 8. و خداوند گفت که من این شهر اورشلیم را به خاطر بنده خودم داوود نجات خواهم داد. پس در آن شب فرشته خداوند بیرون آمد و 185,000 نفر از اردوی آشوریان را زد و بامدادان چون برخاستند
جمیع آشوری ها لاشه های مرده بودند. پایان نقل قول. کتاب دوم پادشاهان، باب 19، 34 تا 35. این نوشته تورات مربوط به حمله ای است که از جانب سپاه آشور در زمان پادشاهی سناخریب یا سخاریب تورات به سرزمین یهودا صورت گرفت و با شکست یهود و غارت اورشلیم پایان یافت. درباره همین جنگی که به گفته تورات در آن نزدیک 200,000 نفر از سپاهیان آشور به دست فرشته خداوند در عرض یک شب قتل عام شدند، سنگ نوشته سناخریب پادشاه آشور که در کاوش‌های باستانشناسی نینوا به دست آمده است و اصل آن اکنون در موزه برلین است، حاکی است که آنگاه بر حزقیا پادشاه یهودا که به من سر تسلیم فرود نیاورده بود تاختم. 46 قلعه نظامی او و تعداد بیشماری از شهرهای کوچک پیرامون آنها را با منجنیقها و پیاده نظام و نردبانهای حمله محاصره و تصرف کردم. 200,000 نفر از بزرگ و کوچک و مرد و زن و شمار نامحدودی از اسبان و الاغان و قاطران و شتران و گاوان و گوسفندان و بزهای آنان را به اسارت و به غنیمت گرفتم. خود حزقیا را که در درون اورشلیم پای تخت خود موضع گرفته بود چون مرغی در قفس گذاشتم. شهرهایی را که غارت کرده بودم از کشور او جدا کردم و به پادشاهان اشود و اکرون و غزه بخشیدم تا سرزمین او را کوچکتر کرده باشم. ولی فرمان دادم که مالیات سالانه آنها همچنان توسط حزقیا به من پرداخت شود. هراس از شوکت و جلال من چنان یهودان را فرا گرفت که عربها و سربازان گزیده‌ای که حزقیا آنها را برای تقویت اورشلیم بدانجا آورده بود دست از کار کشیدند. سرانجام او غرامت سنگینی به نزد من فرستاد به اضافه دختران و زنان و خوانندگان خودش را و نیز 30 تالان طلا و 800 تالان نقره و سنگ‌های تراشیده و صندلی‌های عاج و آبنوس و بسیار چیزهای دیگر که همه را به نینوا شهر پادشاهی من فرستاد و سفیر خود را مأمور کرد که این غرامت‌ها را تقدیم من کند و اطاعت و زیر دستی او را به من اعلام دارد. پایان نقل قول. در خود تورات نیز در همان کتاب دوم پادشاهان چنان که گویی داستان قتل عام آشوریان توسط فرشته یهوه فراموش شده باشد در زمینه همین جنگ معجزه آسا آمده است. و در سال 14 سلطنت حزقیا سخاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا برآمده آنها را تسخیر نمود. حزقیا پادشاه یهودا سفیر خود را نزد پادشاه آشور فرستاده گفت خطا کردم، از من برگرد و آنچه را که بر من مقرر داری ادا خواهم کرد. پس پادشاه آشور 300 تالان نقره و 30 تالان طلا بر
حزقیا پادشاه یهودا گذاشت. کتاب دوم پادشاهان باب 18 13 و 14. اشتباه‌های یهوه. بخش‌های متعدد دیگری از تورات این احساس را در خواننده پدید می‌آورند که یهوه نه تنها با آمار و ارقام سر و کاری ندارد، بلکه از واقعیت‌های ملموس دنیای آفریده خودش نیز بی اطلاع است. در سفر پیدایش گفته می شود که یعقوب هنگام سفر به مصر برای دیدار یوسف به دستور فرعون در نیکوترین محل مصر، یعنی در ارض امسیس یا زمین رامسس سکونت داده شد. سفر پیدایش باب 47-11. در صورتی که در این تاریخی که تورات معین کرده هنوز نه رامسس متولد شده بود و نه محلی به نام ارض رامسس در مصر وجود داشت. در سفر خروج محل دیدار موسی با یهوه یک جا کوه سینا معین شده است و جای دیگر کوه هوریب. سفر خروج باب 17-6. در همین کتاب از قول یهوه در گفتگوی او با موسی گفته شده است که من انتقام گناه پدران را تا 4 نسل از فرزندانشان میگیرم. سفر خروج باب 20-5. ولی در کتاب یرمیا این انتقام به 1 نسل محدود شده است. ارمیا باب 31-29. و در کتاب حزقیال نبی از زبان همین یهوه آمده است که هر کسی بابت گناه خودش شخصاً جواب پس خواهد داد و کیفر او به بازماندگانش منتقل نخواهد شد. حزقیال باب 18 2-4 و 12-16. در کتاب یرمیا خدا به پیامبرش اطلاع می دهد که به زودی فرعون مصر به دست نبوکدنصر پادشاه بابل مغلوب خواهد شد و خداوند فرعون و کسانش را تسلیم دشمنان بابلی خود خواهد کرد. ولی نه هیچ وقت این پادشاه بابل مصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر به دست او اسیر شد. فریبکاری‌های یهوه. در مواردی چند در تورات یهوه نقشی چنان غیر اخلاقی ایفا می کند که نه تنها در عرف حقوقی قابل تعقیب است، بلکه با محتوای یکی از فرمانهای 10گانه معروف خود او نیز که دزدی نخواهی کرد مباینت دارد. در مصر یهوه به موسی خبر می دهد که به همین زودی همه فرزندان ارشد خانواده های مصری را به دست خود خواهد کشت و چنان ترسی در دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج یهودیان را از کشور خود خواهد داد و به او راهنمایی می کند که قبل از این ماجرا یهودیان از همسایگان مصری خود هر قدر بتوانند ظروف و آلات طلا و نقره به امانت بگیرند تا بعداً آنها را همراه خود ببرند. عین نوشته تورات در این باره چنین است: اکنون به گوش قوم خود بگو که هر مرد از همسایه خود و هر زن از همسایه خود
آلات نقره و آلات طلا بخواهند. سفر خروج باب 11 2. و بنی اسرائیل به دستور موسی عمل کرده از مصریان آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند و خداوند آنها را در نظر مصریان مکرم ساخت، چنانکه هرچه خواستند بدیشان دادند و یهودیان این امانتی ها را همراه خود بردند و مصریان را تمام و کمال غارت کردند. همانجا باب 12 35 و 36. در مورد جنگ یهودیان با دو قوم عمون و موآب که در آن حق با موآبیان است، یهوه با کمینگذاری کلیه مردم این دو قوم را هلاک می کند و به دنبال آن به یهودیان اطلاع می دهد که تا 3 روز اموال و البسه و اشیاء گرانبهای آنها را غارت کنند و در روز 4 او را متبارک بخوانند. و آنگاه یهوشافاط پادشاه اسرائیل در میان جماعت یهودا در خانه خداوند پیش صحن جدید بایستاد و گفت: ای یهوه، ای خدای پدران ما، مگر تو در آسمان خدا نیستی و مگر در دست تو قوت و جبروت نیست؟ آیا تو آن خدای ما نیستی که کلیه سکنه این سرزمین را از آنجا بیرون راندی تا آن را برای ابدالآباد به ذریت دوست خویش ابراهیم بدهی؟ پس اکنون بنی عمون و بنی موآب آمدند تا ما را از ملک تو که آن را به تصرف ما داده ای بیرون کنند. ای خدای ما، آیا تو بر ایشان حکم نخواهی کرد؟ آنگاه روح خداوند بر یحزئیل ابن زکریا ابن بنایا ابن یعییل ابن متنیای لاوی در میان جماعت حلول کرد و او گفت: ای تمامی یهودا و ای یهوشافاط پادشاه، گوش گیرید که خداوند به شما میگوید: از این گروه عظیم هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن من است که خدای اسرائیل هستم. فردا به نزد ایشان فرود آیید، ولی جنگ ننمایید بلکه بایستید و آنچه را خداوند شما برای نجات شما خواهد کرد مشاهده نمایید. و خداوند به ضد بنی عمون و بنی موآب کمین گذاشت و ایشان را هلاک ساخت. و چون اسرائیلیان به بیابان رسیدند دیدند که لاشه های بنی عمون و بنی موآب بر زمین افتاده و احدی از مرگ رهایی نیافته است. و آنگاه یهوشافاط پادشاه با همه قوم به جهت گرفتن غنیمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چیزهای گرانبها برای خود برداشتند که نتوانستند ببرند و تا 3 روز مشغول غارت می بودند. پس روز 4 در وادی برکه جمع شدند و در آنجا خداوند را متبارک خواندند. تواریخ ایام کتاب 2 باب 25 تا 26.
لزوم ترسیدن از یهوه. آنچه برای یهوه در درجه اول اهمیت قرار دارد اطاعت از او نیست، ترسیدن از او است. بهترین خاخام‌ها نیز آنهایی هستند که مهابت او را به مؤمنان تفهیم کرده باشند. به روایت سفر خروج خود یهوه سرودی را به افتخار خیش در دهان موسی و بنی اسرائیل می‌گذارد که در بند 11 آن آمده است: کیست مانند تو ای یهوه در میان خدایان که به اندازه تو ترسناک باشد و چون مهابت داشته باشد. در کتاب ملاکی نبی یهوه به قوم یهود خشمگینانه بانگ میزند که پسر از پدر خود و غلام از آقای خود میترسد. اگر من پدر هستم ترس از من چه شده است؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته؟ خیال می کنید من نمیدانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من میگذارید و با آنکه گوسفند نرینه‌ای در گله خود دارید بره معیوبی را برای من سر میبرید؟ مگر نمیدانید که من پادشاه عظیم میباشم و اسم من در میان امتها اسم مهیب است؟ پایان نقل قول. ملاکی نبی باب اول 6. آخرین جملات تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس نیفتند و بند پایانی عهد عتیق این است که اینک من ایلیای نبی را قبل از فرارسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را برگرداند، مبادا که من با مهابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم. ملاکی نبی باب 4، 5 و 6. در سفر تثنیه یهوه خطاب به قوم یهود هشدار می دهد که اگر مرا نشنوی و جمیع اوامر و فرایض مرا که به تو می فرمایم به جا نیاوری، آنگاه در شهر و در صحرا ملعون خواهی شد و ظرف خمیر و میوه زمین تو و بچه های گاو و بره های گله‌ات نیز ملعون خواهند شد و بر تو وبا و سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد سموم و یرقان خواهم فرستاد و فلک تو بالای سرت مس خواهد شد و زمین در زیر پایت آهن و باران را با گرد و غبار خواهم آمیخت تا از آسمان نازل شود و تو را هلاک کند و تو را به بواسیر و جرب و خارش و به دیوانگی و نابینایی و پریشانی دل مبتلا خواهم ساخت. زنی را که نامزد کنی دیگری با او خواهد خوابید و گاوت در نظرت کشته شود و دیگران گوشتش را بخورند و الاغت پیش روی تو به غارت برده شود و زانوها و ساقها و از کف پا تا فرق سرت را به
دمل بد که از آن شفا نتوانی یافت گرفتار خواهم کرد. تخم بسیار به مزرعه خواهی برد، اما ملخ آن را خواهد خورد و تاکستانها قرص خواهی کرد، اما شراب آن را نخواهی نوشید، زیرا کرم انگورت را خراب خواهد کرد. غریبی که در میان تو است سرور تو خواهد شد و تو غلام او خواهی بود. سفر تثنیه باب 28 15 تا 44. و وحوش صحرا را بر تو خواهم فرستاد تا تو را بی اولاد سازند و 4 پایانت را هلاک کنند و راههایت ویران شود و 10 زن نان خود را در یک تنور بپزند و گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد و لاشه های شما را بر لاشه های بت پرستان خواهم افکند. سفر لاویان باب 26 14 تا 32. از این جهت که اوامر خدایت را گوش ندادی و از این نام مهیب یعنی نام یهوه نترسیدی. سفر تثنیه باب 28. پایان این فایل در صفحه 172. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی، فایل 12، شروع از صفحه 172. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com یهوه سبایوت می‌فرماید که اورشلیم را به مأوای شغالها بدل خواهم کرد و خوراک مردمش را افسنتین قرار خواهم داد و آب تلخ به آنها خواهم نوشانید و لاشهای مردمانشان مثل سرگین حیوانات بر صحرا خواهد افتاد و کسی نخواهد بود که آنها را بردارد. هر که فهم دارد از این فخر کند که مرا میشناسد که یهوه خدای رحمت و عدالت و انصاف هستم. ولی ایامی می آید که ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهایی را نیز که گوشه های مویشان را می تراشند همراه ایشان عذاب خواهم داد. کتاب ارمیا نبی باب 9 11 تا 26. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت که دختران اورشلیم به خود غره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخالها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کشل خواهم کرد و دستور خواهم داد که مو بر فرجهایشان نروید و زینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشوارها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه‌ها و جامه‌های نفیس و رداها و شالها و آیینه‌ها و
کتانهای نازک و برقعهایشان را و کاری خواهم کرد که اطریاتشان متعفن شود، به عوض کمربند ریسمان ببندم و به عوض زیبایی به آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیاء نبی باب 3 16 تا 24. وقت دیگر پادشاه اسرائیل را بدین جور که مردم اورشلیم را به زنا کردن تشویق کرده است به مجازاتی وحشت انگیز تهدید می کند. و مکتوبی از ایلیای نبی یا الیاس به یهورام پادشاه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داوود می‌فرماید چون که ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و در احشای خود تو چنان بیماری عارض خواهد کرد که روده هایت از مقعد بیرون آیند. و خداوند به همین ترتیب عمل کرد و به مرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با دردهای سخت مرد و قومش برای وی اطریات نسوزاندند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 12 تا 20. برای تکمیل این فهرست در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و همه آنها را به بواسیر مبتلا ساخت تا روده هایشان از مقعدها بیرون آمد و پوسید. کتاب اول سموئیل باب 5 6. قوانین یهوه. قوانینی که توسط یهوه وضع شده و در کوه سینا به موسی ابلاغ شده‌اند به هر صورت که باشند واجب الاطاعه هستند، ولو اینکه قوانینی از این قبیل باشند: و عورت خواهر پدرت و خواهر مادرت را کشف مکن و عورت عروس خود را کشف مکن و عورت زن برادر خود را کشف مکن و عورت زنی را با عورت دخترش با هم کشف مکن و دختر پسر او یا دختر او را مگیر تا عورتشان را کشف مکنی. سفر لاویان باب 28، سفر تثنیه بابهای 12 تا 23. و خداوند به موسی گفت بهیمه خود را با بهیمه دیگری که از جنس او نباشد به جماع وادار مکن و در تاکستان خود 2 قسم تخم مکار و گاو و الاغ را با هم به کار شیار وادار مکن و پارچه مختلط از پشم و کتان با هم مپوش و به قوم خود بگو که گوشه های موی سر خود را نچینند و گوشه های ریش خود را هم نچینند، زیرا که من یهوه خدای شما هستم. و هر کس از بنی اسرائیل که عیبی در بدن داشته باشد نزدیک خیمه اجتماع نیاید تا قربانی خدای خود را بگذراند و نه مرد کور و لنگ و نه پهن بینی و نه زیاد الاعضا و نه شکست پا یا شکست دست یا گوش پشت یا کوتاه قد و نه کسی که در چشم خود لکه دارد و نه جربدار
و کردون شکسته بیضه و آن ذبیحه ای را که بیضه ای کوفته یا فشرده یا شکسته یا بریده شده باشد برای خداوند نزدیک میاورید و قربانی مگذرانید. و شخصی که کوبیده بیضه یا آلت بریده باشد داخل جماعت خداوند نشود و حرامزاده داخل جماعت خداوند نشود. خودش تا پشت دهم او و زن جادوگر هراینه کشته شود. و اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود ولی در شهر کس دیگری او را یافته و با او بخوابد، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند. سفر تثنیه باب 24. و اگر کسی اسم یهوه را به بدی بر زبان آورد هراینه کشته شود و تمامی جماعت البته او را سنگسار کنند، خواه در شهر خود باشد و خواه در غربت باشد، چون که اسم یهوه را به بدی آورده است کشته شود. سفر لاویان باب 24 16. و اگر برادر تو با پسرت یا دخترت یا همسر هماغوش تو یا دوست جان در یک قالب تو اسم مرا به بدی بیاورد، البته او را به قتل برسان و اول دست تو به قتل او دراز شود و بعد تمامی قوم. او را با سنگها سنگسار نمایند که بمیرد تا جمیع اسرائیلیان چون این را بشنوند بار دیگر چنین عمل زشت را نکنند. سفر تثنیه باب 14 6 تا 11. سنت ختنه. الزاماً می باید سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با آبراهام منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه غبارهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز 8 از تولدشان ختنه شود. اهمیت این موضوع از نظر تورات در حدی است که خود یهوه پس از برگزیدن موسی به پیغمبری و اعلام این رسالت به او، چون متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. سفر خروج باب 4 24. علی‌رغم این بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که روش ختنه کردن از دیرباز در مصر و فنیقیه و خود سرزمین کنعان معمول بوده است و حتی در یکی از نقوش باستانی نزدیک هرم سکره در مصر که به 2400 سال پیش از میلاد مربوط می شود، نحوه انجام عمل بر روی پسر بچه‌ای 8 تا 10 ساله دقیقاً مشخص شده است. تفصیل این موضوع را در مقاله سیرکونسیژن دائره المعارف بریتانیکا می توان یافت. بررسی‌های دیگر روشن کرده اند که برخی دیگر از اقوام سامی
من جمله اعراب نیز از دورانهای کهن با این سنت آشنا بوده. در شورای مذهبی کانسیل کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. پاورقی. این نوع برداشت‌های عقیدتی که در زمان تدوین تلمود حقایق ابدی و تغییر ناپذیری الهی اعلام می‌شد و از نظر ماهیت فرق زیادی با واقعیت‌های ثابت و تغییر ناپذیر الهی بسیاری از محدثان مسلمان و به خصوص شیعه ندارد، ظاهراً امروز نیز جای ممتازی در جامعه قرن 20 وارثان تلمود دارد. ادامه متن. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی هیرونیموس پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بوده است. پاورقی. خائین بیالیک متفکر و ادیب معاصر یهودی می نویسد تورات ابزار دست خالق عالم است که تمام آفرینش از روی طرح‌های آن انجام گرفته و روح زنده ای است که بدون آن جهان ما علت وجودی خود را از دست می دهد، زیرا تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است. پایان نقل قول. وینکار دانشمند یهودی آلمانی کتاب مقدس را منبع پخش نیروی مغناطیسی خاصی می‌داند که خواننده را نخست به لرز و تحریک وامی دارد و سپس از او مؤمن معتقدی می‌سازد. مارتین بویر، فیلسوف یهودی و برنده جایزه نوبل، به استناد به بندی از کتاب اشعیاء نبی در تورات باب 43 4 تا 6 که در آن یهوه به اسرائیل میگوید چون تو محبوب منی، صهیون و همه سرزمین ها را به تو میدهم و همه اقوام جهان را در راحت فدا میکنم، نتیجه میگیرد که اساساً جامعه جهانی امروز به خاطر اسرائیل بر سر پا است و تجدید ساختار جهانی نیز منوط به بازسازی صهیون است. شورای واتیکان دوم 1962 تا 1965. ادامه متن. به موجب روایتی از قرن اول میلادی، چون نسخه های قدیم و معتبر کتاب عهد عتیق در هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدتها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود، تمام متن آن در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کورنفلد، مورخ و تورات شناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که چنین صورتی پایه مسیحیت نیست که
بر و آیات تورات استوار است متزلزل می شود. فی‌المثل اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب یوشع و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره قوم برگزیده یهود در مورد بخشش ارض موعود بدین قوم نیز داستانی تخیلی خواهد بود. پایان این فایل در صفحه 178. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 13 شروع از صفحه 179. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. بخش دوم، جهان مسیحیت. از مریم تا مریم. فصلی که اکنون می‌خوانید احتمالاً جالبترین فصل این کتاب است، زیرا در آن موضوع شگفت‌آوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نمی‌توان باور کرد میان خوانندگان بیشمار قرآن، چه مسلمانان و چه بیگانگانی که از روی ترجمه‌های قرآن با محتوای آن آشنا شده اند، کسانی متوجه آن نشده باشند. ولی میتوان فکر کرد که هیچ کدام از آنان با توجه به پیامدهای احتمالی بحث در این باره از مطرح کردن آن خودداری کرده باشند، هرچند قابل قبول نیست که این ابهام برای همیشه باقی بماند و این پرسش همچنان بی پاسخ گذاشته شود. در سفر خروج تورات گفته می شود که موسی و هارون و میریام یا مریم 3 برادر و خواهرند که پدری به نام آمرام و مادری به نام یوکبد دارند. آمرام در 137 سالگی در می‌گذرد و فرزند ارشدش موسی بزرگ خانواده می شود. بعداً همین موسی از جانب یهوه به پیامبری برگزیده می شود و مأموریت می یابد که به اتفاق برادرش هارون نزد فرعون مصر برود و او را به صدور اجازه به یهودیان این کشور برای خروج از مصر و رفتن آنان به سوی سرزمین کنعان وادار کند و در این راستا 10 بلای مرگبار بر مصریان وارد می شود. در این گیر و دار میریام یا مریم خواهر موسی سرپرستی زنان قوم اسرائیل را در مصر به عهده می گیرد و پس از خروج یهودیان از این کشور نیز در همه دوران 40 ساله آوارگی قوم یهود در صحرای سینا بدین رسالت خود ادامه می دهد. از یادگارهای مهم وی در تورات سرودی به نام سرود میریام است که خواهر موسی پس از گذار یهودیان از بحر احمر و غرق شدن فرعون مصر و سپاهیانش در دریا آن را با طبل و شیپور می‌خواند و همه زنان و مردان قوم نیز سرود را همراه وی تکرار می‌کنند. سفر خروج باب 15. میریام در پایان سرگردانی 40 ساله قوم یهود در صحرای سینا اندکی پیش از رسیدن یهودیان به ارض کنعان در می‌گذرد و در قادش دفن می‌شود و مدفن او هنوز در این مکان زیارتگاه یهودیان است. با توجه به
نقش مهم خواهر موسی در تاریخ مذهبی قوم اسرائیل بسیاری از دخترانی که در سالهای بعد از مرگ میریام متولد میشوند همین گونه نام میگیرند. به همان صورت که در دنیای اسلام اکثر نوزادان دختر فاطمه نامیده میشوند. یکی از این دختران یهودی که میریام نام میگیرد کسی است که در جوانی نامزد مردی به نام یوسف می شود که حرفش نجاری است و نسبتش با 28 یا 55 واسطه به داوود پیغمبر می رسد. پاورقی: این اختلاف مربوط به دو شجره‌نامه ای است که در انجیل های متی و لوقا برای عیسی مسیح تعیین شده است. ادامه متن: وی همان بانویی است که از دیدگاه جهان مسیحیت در عین باکرگی عیسی مسیح را به دنیا می آورد. اگر تاریخی که تورات برای دیدارهای دهگانه موسی و هارون از فرعون مصر تعیین کرده نظیر کلیه رویدادهای دیگر تورات تاریخی مبهم و غیر قابل اطمینان است، در عوض تاریخ سالهای فرمانروایی رامسس دوم یعنی فرعون مورد اشاره تورات است کاملا مشخص است. و این تاریخ که سالهای 1304 تا 1236 پیش از میلاد را شامل می شود روشن می کند که میان سالی که موسی و هارون و میریام از خاک مصر بیرون می آیند تا سالی که عیسی ابن مریم در بیت اللحم اورشلیم متولد می شود 13 قرن تمام فاصله وجود دارد و بر این مبنا میریام خواهر موسی جز به خاطر تشابه اسم خودش با میریام مادر عیسی نمیتواند فرد واحدی شناخته شود و با این وصف این اشتباه به صورت انکار ناپذیری در آیه 28 سوره مریم خود قرآن صورت گرفته است که به روایت آن بزرگان قوم مریم را ملامت می کنند که ای خواهر هارون، نه پدر تو مردی خطاکار بود و نه مادرت زنی بدکاره. و مریم به دستور خداوند بدانان اشاره می کند که پاسخ خیش را از خود نوزاد بطلبند و چون آنان میگویند چگونه میتوانیم با کودکی که در گهواره است گفتگو کنیم، طفل نوزاد زبان باز میکند و بدانان میگوید من آن بنده خداوندم که از جانب او کتاب انجیل دریافت داشتم و به پیامبری برگزیده شدم و او مرا در هر جا که باشم مشمول رحمت خود فرموده است و وظیفه دارم تا وقتی که زنده ام از نماز و زکات کوتاهی نکنم. و به مادرش میگوید سلام خداوند بر تو باد از روزی که مرا زادی تا روزی که گورم و برای زندگانی جاوید از نو برانگیخته شوم. روایت قرآن چنین به پایان میرسد که این است ماجرای عیسی ابن مریم تا مردمان در چگونگی تولدش تردید نکنند و بر آنچه به واقع گذشته است آگاه باشند. سوره مریم 22 تا 34. به روایت انجیل لوقا باب اول 26 جبرئیل در یکی از شهرهای جلیله به نام ناصره به دیدار زن جوانی به نام مریم
که نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داوود پیامبر است، ولی هنوز مریم با وی نزدیکی نکرده است می آید و بدو خبر می دهد که مشمول عنایت خاصی از جانب خداوند قرار گرفته است. و چون مریم شگفت زده می شود و از خود می پرسد که موضوع این لطف خاص چیست، جبرئیل که پرسش او را دریافته است به وی می گوید این لطف این است که تو به زودی پسری خواهی زایید که نامش را عیسی خواهی گذاشت و او مقامی بزرگ خواهد یافت، زیرا پسر خداوند نام خواهد گرفت و خداوند تخت سلطنت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و سلطنت او جاودان خواهد بود. و چون مریم میپرسد چگونه چنین میشود و حالان که من هنوز مردی را نشناخته‌ام، وی جواب میدهد که رحم تو از روح القدس پر خواهد شد و جلال خداوند بر تو سایه خواهد افکند. در قرآن به دنبال یکی شناخته شدن دو مریم، خاندان عمران که این بار آل عمران نام میگیرد، یکی از 4 خاندان معرفی می شود که بر همه دیگر خاندانهای جهان برتری دارند. در 3مین سوره قرآن که اصولاً سوره آل عمران نام گرفته، تصریح شده است که ما خاندانهای آدم و نوح و ابراهیم و عمران را برگزیدیم و آنان را بر دیگر جهانیان برتری دادیم. آل عمران 13. از مریم در 24 آیه قرآن یاد شده است و نام او تنها نام زنی است که در قرآن آمده است. بقره 87 و 253، آل عمران 36، 37، 42، 43، 44، 45، نشا 156، 157، 171، مائده 5، 17، 46، 72، 75، 78، 11، 112، 114، 116، توبه 31، مریم 16، 27، 34، مؤمنون 5، احزاب 7، زخرف 57، حدید 27، صف 6، 14، تحریم 12. در شرح حال مریم در قرآن آمده است که زوجه عمران پاورقی، این زن در تورات یاکید نامیده شده، ولی در جهان مسیحیت بدون نام آنه و در قرآن بدون نام مریم داده شده است. ادامه متن که زنی پارسا و پرهیزگار است، فرزندی را که در رحم خود دارد به خداوند می سپارد و از او درخواست می کند که این طفل و فرزندان او را پیوسته در کنف حمایت خود بگیرد و آنان را از شر شیطان لعین در امان بدارد. آل عمران 35، تحریم 2. همسر عمران یقین دارد که این فرزند او پسر خواهد بود، ولی پس از وضع حمل می‌بیند که نوزاد او دختر است. شوهر او از این بابت ناراحت نمی شود و تولد طفل را به گرمی میپذیرد و به حکایت تورات او را برای اینکه مورد مراقبت‌های جسمی و روحی شایسته‌ای قرار گیرد به دست زکریای کاهن. زکریا یکی از اتباع اسرائیل
و مؤلف کتابی از کتابهای تورات که صحیفه زکریای نبی نام دارد می سپارد. خود این زکریا به همانطور که ابراهیم زن نازایی به نام سارا داشته است، زنی نازا به نام الیسابات یا الیزابت دارد که چون هر دو در سنین کهولتند دیگر امیدی به داشتن فرزند ندارد و از این بابت بسیار افسرده است. ولی این بار نیز باز هم مانند آنچه برای ابراهیم اتفاق افتاده بود، وی مشمول لطف خاص خداوند می شود و الیسابات در پیری فرزندی به دنیا می آورد که او را یحیی می نامد و وی همان یحیای تعمید دهنده جین باپتیستی معروف است که مردمان را با ریختن آب بر سرشان در داخل رودخانه تعمید می‌داد و آنان را از ظهور نزدیک پیامبری بزرگ آگاه می‌کرد. پاورقی ماجرای مرگ خونین این پیامبر به خاطر داستان سالومه شهرت جهانی یافته است، به طوری که درس انجیل متی باب 14 و مرقس باب 6 و لوقا بابهای 3 و 9 روایت شده. پادشاه وقت دولت یهودیه هرود معروف به آگریپاس در ضیافت مجللی که به مناسبت سالروز تولدش در کاخ سلطنتی خود برپا کرده است و در آن او و همه مدعوینش از باده نوشی فراوان سرمست می شوند، از رقص سالومه دخترخوانده هرود اول یا هرود کبیر چنان شاد می شود که به وی قول می دهد هرچه را که از او بخواهد ولو نیمی از مملکتش را به وی هدیه دهد و سالومه به خواست مادرش که پیش از آن خواستار همخوابگی با یحیی شده ولی یحیی بدین کار تن نداده است، از او می‌خواهد که سر بریده یحیی را برای او بیاورد و هرود با آنکه از این موضوع ناراحت می‌شود به خاطر قولی که داده است همین کار را می‌کند. این ماجرای انجیلی موضوع منظومه بسیار شیوای اسکار وایلد و اپرای سالومه ریچارد استراوس که بر اساس همین منظومه ساخته شده قرار گرفته است. ادامه متن. بنا به روایت قرآن، مریم برای اینکه از سرزنش مردمان در امان باشد به هنگام بارداری خود به محل دوردستی پناه میبرد و آنگاه که در زیر شاخ و برگ یک درخت خرما درد زاییدن به دو روی می آورد، با اندوه و افسردگی با خود می گوید که کاش مرده بودم، ولی صدایی از درون او به دو بانگ می زند که نگران مباش، زیرا خدا در زیر پای تو چشمه آبی جاری می کند تا آن را بیاشامی و شاخ درخت را نیز تکان بده تا خرمای تازه برای خوردنت فرو ریزد. و اگر کسانی را ببینی بدانان بگوی که من در پیشگاه خداوند تعهد کرده ام که سکوت کنم و سخنی با کسی نگویم. بکارت مریم. موضوع باکرگی مریم در زمان بارداری او که در قرآن نیز بارها مورد تأیید قرار گرفته است، از اشتباه لوقا نویسنده یکی از انجیل‌های 4گانه در ترجمه جمله‌ای از کتاب توراتی اشعیا نبی
سرچشمه میگیرد. با این توضیح که در باب 7 از کتاب اشعیا آمده است: به زودی زنی جوان از زنان مقدس شما باردار خواهد شد و پسری خواهد زایید که نامش امانوئل خواهد بود. پایان نقل قول. این کلمه مشتق از 2 کلمه عبری امانو یا ایمانو و نیل یا ایل است که جمع آنها معنی خدا با ما است را می دهد. در مورد خود این زن جوان در اصل عبری کهن اصطلاحی به کار رفته که هم معنی تبرک شده و بشارت آور و مقدس را دارد و هم معنی باکره را. و در انجیل لوقا به جای مفهوم اولی که مورد نظر اشعیا بوده، مفهوم دومین یعنی باکره ملاک قرار گرفته است. لازم به تذکر است که در میان انجیل‌های 4گانه متی، مرقس، لوقا و یوحنا تنها همین انجیل لوقا است که از بکارت مریم یاد کرده است و 3 انجیل دیگر در این باره خاموشند. عیسی در قرآن. از عیسی در قرآن 25 بار به صورت عیسی، بقره 87، 136، 253، آل عمران 45، 52، 55، نساء 157، 163، 171، مائده 65، 78، 110، 112، 114، 116، انعام 85، مریم 34، احزاب 7، شورا 13، زخرف 63، حدید 27، صف 6 و 14 و 9 بار به صورت مسیح، آل عمران 45، نساء 157، 171، 172، مائده 17، 72، 75، توبه 3 و 31 نام برده شده است. ویژگی اساسی پیامبری عیسی معجزاتی است که هم در انجیل‌های مختلف و هم در قرآن بدون نسبت داده شده اند. شماری از این معجزات که در انجیل‌ها از آنها سخن رفته بسیار شناخته شده اند. عیسی به لشکری از دیوان که در تن دیوانه‌ای خانه کرده اند فرمان می‌دهد که از آنجا بیرون آیند و در بدن 2000 خوکی که به چرا مشغولند مسکن گیرند. در نتیجه خوک‌ها دیوانه می‌شوند و به سوی دریا می‌روند و در آن غرق می‌شوند، ولی دیوانه شفا می‌یابد. دختر مرده یک خاخام یهودی به فرمان عیسی که برخیز و راه برو برمیخیزد و به راه میافتد. طوفان دریا به امر او آرام می شود. 5 قرص نان و 2 ماهی توسط او میان 5000 نفر توزیع می شوند و همه آنها را سیر می کنند و در آخر نیز باقی می ماند. بیماران بسیاری با دست زدن او بدانها درمان می شوند. مردی کرولال با گذاشتن انگشت عیسی در گوشش شنوا و گویا می شود. بینایی مرد کوری با فشار عیسی به دیدگان او بدو باز می گردد. ایل آزار مردی از اهالی یهودیه 4 روز بعد از به خاک سپردنش از گور بیرون می آید و زنده می شود. قرآن نیز در موارد متعدد به معجزات عیسی اشاره می کند و از چند معجزه دیگر او نیز سخن می گوید که
در خود انجیل های چهارگانه ذکری از آنها به میان نیامده است. ولی انجیل های دیگری که در میان مسیحیان عربستان زمان محمد رواج داشتند آنها را نقل کرده‌اند. یکی از این معجزات قرآنی این است که عیسی از همان زمان که در گهواره است با پختگی و دانایی سالخوردگان با کسان گفتگو می کند. آل عمران 46. معجزه دیگر این است که از گلی شکل پرنده ای را می سازد و بعد در آن می دمد و پرنده زنده می شود. آل عمران 49. در مورد دیگر وی به بنی اسرائیل می گوید که من از جانب خداوند به سوی شما آمدم و اگر باور ندارید کوران و جزامیان را شفا می دهم و به شما می گویم که چه طعامی خورده اید و چه چیزهای خود را پنهان نگه می دارید. درباره خود عیسی در قرآن آمده است که ما روح خود را در رحم مریم دختر عمران دمیدیم تا او و فرزندش را آیتی برای همه جهانیان قرار دهیم. انبیا 91. تحریم 12. ولی این آفرینش صورت سنتی خود را ندارد، بلکه خداوند عیسی را نیز به همان طور که آدم را در بهشت از خاک ساخته و در آن روح دمیده است از گلی پاکیزه پدید می آورد و او را در رحم مریم جای می دهد و در آنجا روح خویش را در او می دمد. محقق انگلیسی مورتون اسمیت در رساله خود درباره معجزات عیسی عقیده دارد که نویسندگان انجیل ها این معجزات را که به عیسی نسبت داده شده از متون قدیمی کلدانی و بابلی و به خصوص مصری اقتباس کرده اند و حتی در مواردی عین فرمولهای این ساحران را به کار برده اند. مثلا در تاریخ تاسیتی مورخ لاتینی قرن اول مسیحی حکایت شده است که ساحری در اسکندریه به یاری خدای آپیس با آب دهان خود بینایی یک نابینا را بدو بازگردانید و پاهای مرد مفلوجی را به حرکت درآورد. تبدیل آب به شراب که در انجیل یوحنا باب 2 6 تا 10 به صورت نخستین معجزه عیسی روایت شده، معجزه ای است که در میتولوژی یونان به دیونیزوس خدای شراب نسبت داده شده است. عیسی و انجیل. در قرآن بارها آمده است که ما به عیسی ابن مریم انجیل را عطا کردیم، ولی واقعیت این است که انجیل کتابی نیست که از جانب خداوند نازل شده باشد، بلکه مجموعه‌ای از 4 کتاب مجزا از یکدیگر است که توسط 4 نفر از قدیسان مسیحی نوشته شده اند، با این توضیح که هیچ یک از این 4 تن از حواریون عیسی نبودند. خود عیسی نیز در تمام دوران فعالیت مذهبی خویش نه مدعی آوردن آیین تازه‌ای شده است و نه ادعای دریافت کتابی را به صورت وحی کرده است. لازم به توضیح است که با آنکه کلیسای کاتولیک تنها 4 انجیل را به رسمیت شناخته است، انجیل‌های متعدد دیگری نیز در همان نخستین سالهای مسیحیت نوشته شده اند که هیچ کدام چه رسمی و چه غیر رسمی عنوان انجیل نداشتند و این عنوان تنها 150 سال پس از مرگ عیسی از جانب اسقف شهر لیون فرانسه بدانها داده شده است و وجه تسمیه آن نیز کلمه یونانی اوانجلیون است که معنی مژده یا خبر خوب را دارد.
در اثری تحقیقی که در سال 1972 با همکاری دست جمعی بیش از 100 پژوهشگر مذهبی کاتولیک و پروتستان با عنوان Introduction a la Traduction o Comunique du Nouveau Testament در پاریس منتشر شده، تذکر داده شده است که تا سال 140 بعد از میلاد مسیح اصولاً هیچ انجیلی در دسترس نخستین مسیحیان نبوده است و تنها در سالهای بعد از آن است که پیروان عیسی جسته و گریخته با این نوشته ها آشنا شده‌اند. با آنکه 4 انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا از جانب کلیسا به رسمیت شناخته شده‌اند، میان خود این انجیل ها نیز هماهنگی وجود ندارد و حتی گاه تناقض‌هایی آشکار نیز وجود دارد. یکی از این شناخته شده ترین این تناقض‌ها شجره‌نامه عیسی از طریق ناپدریش یوسف النجار است که در انجیل متی با 28 واسطه او را به داوود پیامبر و با 42 واسطه به ابراهیم پیامبر میرساند، در صورتی که در انجیل لوقا این شجره‌نامه 55 واسطه یعنی 13 واسطه بیشتر از انجیل متی به داوود و ابراهیم میرسد. از آن گذشته هویت این واسطه ها نیز کاملا با یکدیگر متفاوت است. یعنی در انجیل متی عیسی ناپسری یوسف و بعد یعقوب و متان و ایلازار و ایلیهود و غیره معرفی می شود، در صورتی که در انجیل لوقا همین عیسی ناپسری یوسف و بعد هانی و بعد بن متات و بعد لاوی و بعد ملکی و غیره خوانده می شود. سلسله معجزه های عیسی حتی بعد از مرگ او در روی صلیب همچنان ادامه می یابد، زیرا در لحظه مرگ وی گورهای بسیاری از مقدسان باز می شوند و مردگان از درون آنها بیرون می آیند و وارد اورشلیم می شوند. انجیل متی باب 27. پس از صعود عیسی از درون گور به آسمان نیز وی در جلیلیه به دیدار حواریون خود می رود و با آنها گفتگو می کند. انجیل متی باب 28 و انجیل یوحنا باب 20. و تور ماهیگیری پتروس حواری شماره 1 خود را چنان در دریای تبریه از ماهی پر می کند که وی توانایی جا دادن تور را در قایق خود ندارد. انجیل یوحنا باب 21. در 3 انجیل متی، مرقس و لوقا عیسی نه خود را خدا می داند و نه پسر خدا، ولی در انجیل یوحنا او اعلام می کند که مسیح خداوند است و در این مقام و از پیش از آفرینش جهان وجود داشته و بعد از این آفرینش به روی زمین فرستاده شده است. یوحنا بابهای اول و 8 و 17. در مسیحیت اولیه اصولاً اعتقاد به الوهیت عیسی وجود ندارد و خود عیسی نیز چنین ادعایی را نکرده است. به نوشته آلبرت شوایتزر معروف، عیسی خودش را مسیح خداوند نمی داند، ولی کلیسای مسیحی و ارواح شریر و اجنه اصرار دارند که او مسیح است، منتها خودش نیز خبر ندارد. ماجرای فارغلیت. آیه 6 از سوره صف در قرآن
حاوی موضوع شگفت‌آوری در ارتباط با عیسی و موعظه‌های او است که تفسیرهای فراوانی را از جانب مفسران به همراه آورده است. این آیه عیناً چنین است: و عیسی ابن مریم بدانان گفت ای بنی اسرائیل، همانا که من فرستاده خدا به سوی شمایم تا هر آنچه را که پیش از من در تورات آمده بود تأیید کنم و این خبر خوش را نیز به شما بدهم که پس از من پیامبر دیگری خواهد آمد که نامش احمد خواهد بود. پایان نقل قول. مبنای این آیه گفته ای است که یوحنا نویسنده 4مین انجیل از انجیل‌های 4گانه از زبان عیسی نقل می کند. از پدر آسمانی خودم درخواست خواهم کرد که بعد از من پاراکلیت دیگری برایتان بفرستد. پایان نقل قول. انجیل یوحنا باب 14 بند 16. در رساله اول یوحنا نیز نویسنده به مسیحیان زمان خویش میگوید ای فرزندان من، این نامه را خطاب به شما می نویسم برای اینکه شما را از ارتکاب گناه برحذر دارم، ولی اگر هم کسی از شما گناهی بکند ما در وجود پدرمان عیسی مسیح پاراکلیت اطمینان بخشی برای خود خواهیم داشت. اول یوحنا باب 2 بند 1. این اصطلاح پاراکلیت یک اصطلاح یونانی است، زبانی که بایبل از همان نخستین سالهای مسیحیت بدان ترجمه شده است و این ترجمه ولگیت نامیده می شود که معنی مدافع، حامی و پشتیبان را دارد. اصل یونانی این کلمه پاراکلتوس است که معنی دوست و یاور را می دهد. در ادبیات مذهبی عهد عتیق تورات نیز همین لقب به صورت عبری بریکلاتو به اسحاق پسر و جانشین ابراهیم داده شده است. نام احمد که تنها در همین یک مورد در قرآن به کار رفته است و از نظر الفبایی اولین لقب از القاب 36 گانه محمد است، مفهوم شایسته ستایش را دارد و در چنین برداشتی میتواند پریکلوتوس یونانی که چنان که گفته شد خودش نیز با کلمه یونانی دیگر پاراکلتوس عوضی گرفته شده است و با پاراکلیت که معرب شده بیتیکلوتو عبری است به مفهوم واحدی به کار رود و از آن نتیجه گرفته شود که عیسی مسیح به صورتی روشن جانشینی را برای خود معین کرده است که احمد نام دارد. این درست همان برداشتی است که مفسران مختلف قرآن در ارتباط با این آیه داشتند. پایان این فایل در صفحه 194. روخانی کتاب معمای ادیان، نوشته شجاع‌الدین شفا، کتابخوان ایرانی. فایل 14. شروع از صفحه 194. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. معجزات عیسی. با همه اهمیتی که در هر 4 انجیل
به معجزه‌های عیسی داده شده، به طوری که عیسی اصولاً پیامبر معجزه شناخته شده است، تقریباً همه معجزاتی که بدون نسبت داده شده اند از رونوشت‌هایی از معجزه‌هایی هستند که پیش از او تورات برای دو پیامبر خود الیاس و الیشع قائل شده بود. در این باره در تورات در شرح معجزه‌های الیاس نبی میتوان خواند که وی آتش از آسمان نازل می‌کند و سنگ و خاک و حتی آب خندق کاهنان معبد را می‌سوزاند. کتاب اول پادشاهان باب 17 38 تا 40. کلاغ‌ها هر صبح و شب برایش از آسمان نان و گوشت بریان می آورند. باب 17 6. به پادشاه اسرائیل می گوید بمیر و وی جا به جا می میرد. ردای خود را به آب اردن می زند و رود اردن می شکافد تا او و الیشع از آن بگذرند. کتاب دوم پادشاهان باب دوم 8. و سرانجام در درون گردبادی به آسمان بالا می رود. همانجا 11. بعد از رفتن الیاس به آسمان، الیشع که روح الیاس در تنش حلول کرده است معجزات او را ادامه می دهد. ردای الیاس را که در وقت رفتن وی به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن می زند و آن را می شکافد. همانجا 14. مرده ای را زنده می کند. کتاب دوم پادشاهان باب 4 31 تا 37. مشتی آرد در دیگ می ریزد و با آن 100 نفر را غذا می دهد و باز هم غذا باقی می ماند. همانجا 41 تا 44. یک کوزه روغن را تبدیل به 10 کوزه می کند. همانجا 1 تا 7. آب آلوده و مسموم را با تکان دست به صورت آبی پاکیزه و نوشیدنی در می آورد. کتاب دوم پادشاهان باب 3 13. بی آنکه بارانی باریده باشد یک وادی بزرگ اسرائیل به دست او پر از آب می شود تا یهودیان و گاوها و گوسفندانشان از آن بنوشند. همانجا 17. آب رودخانه به فرمان او به رنگ خون در می آید. همانجا 22. غذای فاسد شده را دوباره سالم و لذیذ می کند. باب 4 38. مرض خوره سردار آرامی را شفا می دهد و در عوض غلام خودش را به برص دچار می کند. باب 5 15. آهن را به صورت چوب در می آورد تا بتواند روی آب بایستد. باب 6 تا 7. پسر بچه هایی را که در رهگذر بازی می کنند و به دیدن سر بیموی او وی را به تمسخر کچل می نامند لعنت می کند و همان وقت 2 خرس از جنگل بیرون می آیند و 42 پسر بچه را می درند و می بلعند. کتاب دوم پادشاهان باب 2 21 تا 25. رسالت عیسی. موضوع رسالت عیسی برای نجات بشر به قیمت مرگ خود که پالئوس درباره آن می نویسد، اگرچه او از ازل مقام الوهیت داشت ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را برای خود حفظ کند، بلکه به صورت یک برده درآمد و شبیه انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را برای خود پذیرفت. رساله پولس رسول به فیلیپیان باب 2 6 تا 8. اقتباس روشنی از کتاب اشعیا نبی در تورات است که
کسی به نام عبد یا عبد یهوه از جانب یهوه برای نجات معنوی یهودیان برگزیده می شود و مورد همه گونه تحقیر و آزار قرار می گیرد، ولی همه بلایا و مصائب را برای خودش می خرد تا خداوند نقشه خویش را به وسیله او اجرا کند. و عبد یهوه برای خریدن گناهان بنی اسرائیل جان خودش را چون قربانی گناه تقدیم او می کند. عین نوشته تورات در این باره چنین است: و خداوند اراده فرمود که او را ستم دیده و زخم خورده کند و جان او را قربانی گناهان سازد و چون بعد وی نجات یافتگان خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، ثمره رنجهای خودش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او باز گناهان ایشان را بر دوش خویشتن گرفته است. لاجرم او را مقامی بزرگ خواهم داد و او غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد. از این رو که او پذیرفت تا گناهان ناکرده ای را بر گردن خود گیرد و از خطاکاران خوانده شود و جان خود را قربانی کند تا در زندگی جاوید به شفاعت خطاکاران برخیزد. پایان نقل قول. کتاب اشعیاء نبی باب 53 10 تا 12. در 3 انجیل‌های 4گانه عیسی مرادف این عبد یهوه شناخته می شود. متی باب 12 18 و باب 20 28، مرقس باب 14 24، لوقا باب 22 27. این موضوع از جانب کلیسا نیز مورد تأیید قرار گرفته، منتها عبد یهوه این بار تبدیل به خود خدا در نقش پدر و روح القدس شده است. ولی قرآن در این مورد برداشت کاملا متفاوتی با تورات و انجیل دارد. یعنی خداوند با عیسی اتمام حجت می کند که او نه خود خدا است، نه پسر او و نه روح القدس، بلکه صرفاً بنده ای از بندگان خدا است که از جانب او به پیغمبری برگزیده شده است و از عیسی می خواهد که او نیز صراحتاً بر این واقعیت تأکید بگذارد. 4 آیه از آیه های سوره مائده بازتاب این برداشتند. خداوند فرمود: ای عیسی ابن مریم، آیا تویی که به مردمان گفتی مرا و مادرم را خدایانی در مقامی پایین تر از خدا به حساب آوری؟ پاسخ داد: بار خدایا، منزه باد جلال تو، به من نرسد که بگویم آنچه را که حقی بر گفتنش ندارم. اگر چنین گفته بودم تو آن را دانسته بودی، زیرا تو میدانی که در نهاد من چه میگذرد و من نمیدانم که در نهاد تو چه میگذرد. تویی که دانای نادانسته ها، علام الغیب هستی. من به دانان همان را گفتم که تو مرا به گفتن آن خوانده بودی. گفتم که خداوند من و خداوند خودتان را بپرستید تا آن زمان که در میان ایشان بودم
گواهی بر آنان بودم و از آن هنگام که مرا به نزد خویش خواندی مراقب ایشانی، زیرا که تو بر همه چیز گواهی. اگر اکنون مجازاتشان کنی به هر حال بندگان تو اند و اگر آنان را ببخشایی در شأن تو است که عزیز و دانایی. و خدا فرمود امروز روزی است که صداقت راستگویان ایشان را سودمند آید، زیرا نصیب آنان باغهای بهشت است که در آنها جویبارهای زلال روانند و آنان به خاطر رضایت خداوند جاودانه در آن رستگار خواهند بود. پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در آنها است خداوند را است که بر همه چیز دانا است. مائده 116 تا 120. تناقضات انجیل. در انجیل یوحنا تأکید می شود که خداوند همه چیز را به دست عیسی سپرده است و او بر هرچه می گذرد و خواهد گذشت آگاه است. یوحنا باب 13:3. ولی در هر 3 انجیل دیگر پیشگویی مهمی از عیسی نقل شده که هرگز تحقق نیافته است و به خوبی نشان می دهد که عیسی آگاهی واقعی بر آینده نداشته است. آنگاه عیسی فرمود در خورشید و ماه و ستارگان علامات بسیار ظاهر خواهد شد و بر زمین تنگی و حیرت برای همه مردمان روی خواهد داد. دریاها به تلاطم خواهند آمد و قدرت‌های آسمانی به لرزه خواهند افتاد و آدمیان از وحشت مدهوش خواهند شد و آن وقت همگان پسر انسان عیسی را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم از درون ابری فرود خواهد آمد. شیپور بزرگ سور اسرافیل به صدا در خواهد آمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا برگزیدگان خدا را از 4 گوشه جهان جمع کنند و یقین بدانید که تا پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها روی خواهد داد. پایان نقل قول. متی باب 24 24 تا 32. مرقس باب 13 24 تا 27. لوقا باب 21 25 تا 28. در قرن 4 میلادی یولیانوس یا جولیانوس امپراتور روم که پیرو آیین میترایی و دشمن سرسخت مسیحیت نوخاسته بود و مرگ نابهنگام او در جنگ با ایران ساسانی مسیحیت را از خطری بنیادی نجات داد، در رساله‌ای که در رد مسیحیت نوشته بیش از 100 ایراد اصولی بر آن گرفته است که بسیاری از آنها توسط ولتر در ارزیابی او از کتاب مقدس نقل شده اند. تناقضات انجیل از طرف بسیاری از نویسندگان جهان اسلامی نیز مورد تذکر و بررسی قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان از رساله تخجیل من حرف الانجیل ابوالبقاء جعفری نام برد که متن تلخیص شده ای از آن به نام الرد علی النصاری در لایدن هلند به چاپ رسیده است. ماجرای خر عیسی. داستان خر عیسی که وی
سوار بر آن وارد اورشلیم شده و در احادیث اسلامی آمده است که این خر همراه با خود عیسی وارد بهشت خواهد شد، بر اثر اشتباه نویسنده انجیل متی در درک مفهوم واقعی این تمثیل به صورت تقریباً مضحکی وارد کتاب‌های توحیدی شده است. به دختر صهیون بشارت دهید که این پادشاه تو است که سوار بر الاغی و بر کر الاغی است و فروتنانه به نزد تو می آید. و آن دو شاگرد عیسی رفتند و الاغ و کره او را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. پایان نقل قول. متی باب 21 5 یا 7. محقق آلمانی وینکن متذکر می شود که این نقل قول عیناً از این نوشته کتاب زکریای تورات گرفته شده است که ای دختر صهیون با بانگ بلند هلهله کن و ای دختر اورشلیم قهقهه بزن، زیرا که پادشاهت به سوی تو می آید و بر الاغی سوار است، بر کر الاغی سوار است. پایان نقل قول. کتاب زکریای نبی باب 9 و یادآوری می کند که این یک سنت سابقه دار ادبیات عبری است که یک جمله را 2 بار تکرار کنند، ولی متی از روی بی اطلاعی تصور کرد که عیسی بر 2 الاغ سوار بوده و آن را به همین صورت در انجیل خود منعکس کرده است. پایان این فایل در صفحه 200. روخانی کتاب معمای ادیان، نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ایرانی. فایل 15. شروع از صفحه 201. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. بخش 3. جهان اسلام. مقدمه‌ای کوتاه. با آنکه قرآن، کتاب‌های تورات، عهد عتیق و انجیل، عهد جدید را کتاب‌هایی آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند، با همان پیغمبران و همان رویدادها در عمل تفاوت‌هایی اساسی میان برداشت‌های قرآن با برداشت‌های آن دوتای دیگر وجود دارد و این از آن جهت است که برخلاف کتاب‌های تورات و انجیل که در طول چندین قرن نوشته شده یا نازل شده اند، قرآن کتاب واحدی است که توسط یک پیامبر خاص در یک دوران کوتاه 23 ساله ارائه شده است و بدین ترتیب ابهام‌ها و پرسش‌هایی که می‌تواند در مورد مطالب تورات و انجیل وجود داشته باشد در قرآن راهی ندارد و در آن به کلیه این ابهام‌ها و پرسش‌ها پاسخ‌های روشن و قاطع داده شده است. زیربنای ایدئولوژیک یک قرآن تأکید مطلق به یگانگی خداوند است که بازتاب آن را در سراسر این کتاب میتوان یافت، ولی آنچه در درجه دوم اهمیتی بیش از همه واقعیت‌های دیگر دارد، توجه پیگیر به جهان دیگر
یعنی به بهشت و جهنم است که آن دو نیز ارتباط تنگاتنگ با نقش منفی شیطان و نقش مثبت ملائک، به خصوص ملائک مقرب دارند که جبرئیل سپهسالار آنان است و اوست که آیات قرآنی را به صورتهایی که لازم است به پیامبر ابلاغ می کند. چنین برداشتی این مفهوم را دارد که هیچ یک از آنچه در قرآن آمده اصل و منشأ زمینی ندارد و بنابراین نمیتوان درباره آن چند و چونی کرد. ولی علی‌رغم این واقعیت از قرن 18 مسیحی که به قرن فروغ یا عصر روشنگری معروف شده است، کلیه مندرجات بایبلیکویی یعنی هر دو کتاب عهد عتیق و عصر جدید را به ارزیابی گرفتند، در حدی که شماره کتاب‌هایی که در 3 قرن گذشته در این راستا به چاپ رسیده است از صدها و شاید هم از چند هزار فراتر می‌رود. و همین پژوهشگران در 200 ساله گذشته کوشیده‌اند تا نظیر همین ارزیابی‌ها را در مورد محتوای قرآن نیز انجام دهند. در مورد اینکه از جانب مسلمانان چه واکنشی میباید بدین ارزیابی‌ها نشان داده شود، خود قرآن بدین پرسش پاسخ روشن داده است، آنجا که میگوید: ای اهل ایمان، از چیزهایی مپرسید که اگر فاش شوند شما را ناخوش آیند، بلکه پرسش درباره آنها را به بعد از نزول آیات خود قرآن محول کنید تا حقایق برایتان روشن شود. سوره مائده آیه 101. بر این اساس در صفحات بعدی کتاب حاضر نمونه‌هایی چند همگی به صورت مستند و با تعیین مرجع آنها از این ارزیابی‌های ناخوشایند را خواهید یافت که میباید با توجه به خود آیات قرآنی بدانها پاسخ روشن داده شود و این وظیفه ای است که به عهده دانشوران جهان مسلمان نهاده شده است. اسطوره جهنم. کلمه جهنم که در 39 سوره و 77 آیه از قرآن آمده، کلمه ای است که از اصل آرامی جیهنم و عبری باستانی جیهنم گرفته شده. در ترجمه یونانی ولگیت از تورات تبدیل به جهنه شده است و معنی تحت اللفظی دره هنم یا هنم را دارد. این عنوان در دورانی که سرزمین کنونی فلسطین در اشغال امپراتوری روم بوده به محلی در نزدیکی اورشلیم اطلاق می شده است که پرستندگان بعلی در آنجا پرستشگاهی برای این خدا برپا کرده بودند و در این پرستشگاه کودکانی که نزد این خدا شده بودند به صورت قربانی در آتش افکنده می شدند. نخستین باری که در تورات این مرکز آتش از این دنیا به دنیای دیگر انتقال داده می شود در کتاب اشعیاء نبی باب 66 بند 24 و کتاب اول هنوخ بابهای 54 56 و 90 است. به روایت تورات متاسا پادشاه یهود در قرن 6 پیش از میلاد به آیین بعل می‌گراید و چون پسر او و جمعی از بزرگان قوم با این گرایش مخالفت می‌کنند، آنقدر از آنها را می‌کشد که
تمامی اسرائیل را خون فرا می‌گیرد. ولی خود این محل در زمان سلطنت یوشیا یا جوشیاس پادشاه دیگر اسرائیل که در 8 سالگی به سلطنت میرسد و پادشاهی او 31 سال برقرار میماند، به نام یهوه ویران می شود و بقایای آن کلاً در آتش سوزانده می شود. در تلمود اورشلیم محل جهنم در زیر زمین است و 60 برابر کوره های زمینی حرارت دارد. این برداشت احتمالاً از اسطوره های آشوری مایه گرفته است که بر اساس آنها دوزخ نیز همانند آسمان دارای 7 طبقه است و 7 حصار به دور آن کشیده شده است. خوراک دوزخیان خاک و گل است و راه ورود به دوزخ رودخانه ای است که رود ظلمت نام دارد. این برداشتی است که دانته نیز در کمدی الهی خود آورده است. در جهان مسیحیت جهنم مفهومی مهم دارد که نمونه‌هایی از آن را در باب‌های 5 و 18 انجیل متی و باب 12 انجیل لوقا میتوان یافت. توصیف روشنتری از دوزخ در باب 20 کتاب مکاشفه یوحنا آپوکالیپس صورت گرفته که در آن از جهنم با عناوین کوره سوزان و مرداب آتشین و آتش جاویدان یاد شده است. به خلاف تورات و انجیل، قرآن در مقیاس وسیعی که نزدیک به 300 آیه را شامل می شود از جهنم یاد می کند و وصف بسیار دقیقی را از آن ارائه می دهد. دیوارهای دوزخ از آتش ساخته شده اند و درون آنها آکنده از باد سوزان و آبهای جوشان و خروشان و دود غلیظ است. واقعه 42. در درون این آتش دوزخیانی جای دارند که دست و پایشان به زنجیرهایی 70 ذراعی بسته شده است. حاقه 30. و بر سرهایشان پیوسته آب جوشان ریخته می شود. دخان 47. و گرزهای آهنین بر سرهایشان کوفته می شود. حج 19. جامه آنان از آتش است و چهرهایشان نیز از آتش پوشانیده شده است. مؤمنون 103. پوستهایشان پیوسته در آتش بریان می شود و هر بار پوستهایی نو بر تنهایشان می رویند تا عذابشان به صورتی بیوقفه ادامه یابد. نساء 56. می کوشند تا از شعله‌های آتش بگریزند، اما هر بار ملائک جهنم بدانان بانگ میزنند که به جای خود بازگردند. سجده 20. از فراورده‌های خاص جهنم درختی به نام زقوم است که درباره آن در چندین سوره قرآن چنین آمده است: درخت زقوم را بلای جان گناهکاران قرار دادیم و آن درختی است که در جهنم روییده است و میوه‌هایش گویی سرهای شیاطینند و دوزخیان آنقدر از آنها میخورند که شکمهایشان آماس میکند. صافات 63 تا 66. و چون مس گداخته در آتش میجوشد، بدانسان که آب بر روی آتش میجوشد. دخان 43. و آنها که روز قیامت را انکار میکنند دانسته باشند که میوه‌های زقوم را در دوزخ خواهند خورد و شکمهایشان از آنها آکنده خواهد شد و آب سوزان جهنم را خواهند نوشید. واقعه 51 تا 54. و اسطوره بهشت. در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم
جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده است. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافته‌اند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون به صورت ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایذ جسمانی برخوردارند. این باغ در قرآن به صورت دارالسلام یعنی خانه آرامش و مقعد الصدق یعنی نشیمنگاه راستی و جنات خلد یا باغ‌های ابدی توصیف شده است که پهنای آن به اندازه آسمان و زمین است. آل عمران 133 و در مکانی بسیار بالا جای دارد. حاقه 22 در آن جویهای بسیار. بقره 25 و 4 رودخانه اصلی محمد 25 جریان دارد و چشمه ها از زمین می جوشند. حجر 45 و چمنزارهای آن همواره به گل آراسته‌اند. روم 15 میهمانان بهشتی در این سرای جاودانی از سعادت ابدی برخوردارند. نساء 13 و از پاداشی بیکران بهره میبرند. مائده 9 میوه‌های بهشتی همواره در دسترسشان است. یاسین 57 و نوشیدنی‌های فراوان. صافات 45 و شراب پاک. مطففین 25 که توسط حوریان بر آنها عرضه می شود. دخان 44 حوریانی سپید اندام و فراخ چشم. طور 20 به لطافت مرواریدهایی در صدف. واقعه 23 که پیش از آن دست هیچ جن یا آدمی به دانان نرسیده است. الرحمن 56 و به زیبایی یاقوت و مرجانند. الرحمن 58 و همیشه باکره اند. واقعه 36 و نیز پسران جوان یا غلمان که در جامها و صراحیها باده گوارای بی دردسر و میوه و گوشتهایی از هر نوع که خواسته باشند بر آنان دور می‌گردانند. واقعه 17 تا 21 این بهشتیان جامه‌هایی از استبرق سبز بر تن و دستبندهایی زرین در دست دارند. کهف 31 و بر تخت‌هایی نشسته‌اند که فرش‌هایی زیبا بر آنها گسترده است. یاسین 56 بر بالش‌هایی از حریر سبز تکیه می‌زنند. رحمان 76 در کنار حوریانی درشت چشم و کوته نگاه که جز به مصاحبشان نمی نگرند و گویی دیدگانشان بیضه های در پرده پوشیده ماکیانند. صافات 48 و 69 پاورقی در کتاب‌های حدیث اسلامی به خصوص در جهان تشیع مطالبی چنان ساختگی و مبتذل در ارتباط با بهشت میتوان یافت که گویی یکی از داستان‌های 1001 شب است که توسط محدثان مورد احترام حکایت می شود و اتفاقاً سرشناسترین این محدثان عالی مقام مؤلف کتابی است که از 1000 سال پیش تا کنون از جانب کلیه فقهای مکتب تشیع اثناعشری از آن جمله
آیت الله روح الله خمینی معتبرترین کتاب شیعه بعد از نهج البلاغه علی بن ابی طالب دانسته شده و قرآن دوم شیعه لقب گرفته است و کافی نام دارد. خود این مؤلف صیغة الاسلام کلینی است که عنوان نخستین ولی فقیه شیعیان اثناعشری را دارد. آنچه در کتاب الروضة من الکافی در راستای این احادیث نوشته شده است از دهها صفحه فراتر می رود که طبعاً فرصتهای نقل تمام آنها نیست، ولی می توان نمونه های بسیار کوتاه شده ای از آنها را به صورت زیر نقل کرد. مؤمنی که می میرد اگر در بازپرسی او توسط نکیر و منکر بهشتی شناخته شود، به محض آنکه چشم باز می کند خود را در بهشت می بیند و در آنجا تفرج کنان به جویباری می رسد که جمله قرآنی جزاک الله خیرا در ارتباط با آن آمده است، ولی اشاره واقعی این کلمه به جویباری به نام خیز است که در دو سوی آن حوریانی بهشتی به صورت درختانی کاشته شده و مؤمن می تواند هر کدام از آنها را که بیشتر می پسندد از زمین بیرون آورد و همراه خود ببرد و خداوند در همان وقت حوری دیگری را در جای او می کارد. خدمتگزاران مخصوص بهشت مؤمن را همراه با حوری خود بر مرکبی فاخر می نشانند و این مرکب در میان کاروانی از 1000 شتر بهشتی به سوی کاخ مجللی که پیشاپیش برایش آماده شده است روان می شود. ولی پس از پیاده شدن آن دو شتران در بهشت باقی می مانند. به همین جهت است که با توجه به شماره فوق‌العاده این شتران فصلی که در روضة من الکافی بدین مبحث اختصاص یافته فصل شتر و بهشت نام گرفته است. در کاخ مخصوص مؤمن خدمتکاران بهشتی طی مراسمی ویژه او و حوری وی را جامه‌های فاخر می‌پوشانند و برایشان بخورهای عطرآگین می‌سوزانند و سپس آن دو را به حجله مخصوصشان راهنمایی می‌کنند و در آنجا مؤمن مشتاقانه با حوری برگزیده خود هماغوش می‌شود و چنان لذتی می‌برد که این هماغوشی یک روز تمام ادامه می‌یابد. صیغة الاسلام در اینجا متذکر می‌شود که هر یک از روزهای بهشت معادل 500 سال زمینی به حساب می‌آید. در پایان این هماغوشی 500 ساله مؤمن به خواب می‌رود، ولی هنگام چشم گشودن می‌بیند که حوری او رفته و جای خود را به حوری دیگری داده است که از او هم دلبری بیشتری دارد و این حوری گردنبندی با این خاصیت در گردن دارد که میتواند قوه باع مؤمن را بدو بازگرداند. در نتیجه مؤمن بار دیگر با مخدره تازه هماغوش می شود و 500 سال دیگر را در این هماغوشی می گذراند. در دومین باری که وی به خواب می رود این حوری نیز مأموریت خود را ترک گفته است، ولی این بار یکی از ملائک بهشت در گوش او می گوید که بهتر است از بابت همه این مرحمت‌ها شکر خداوند را به جای آورد، زیرا که در همه‌تی که در بهشت است این حوریان باکره برای هماغوشی او آماده‌اند. لازم به تذکر است که از جانب صیغة الاسلام هر کدام از این رویدادها با آیه خاصی از آیات قرآن تطبیق داده شده. در ضمن نکات ناشناخته دیگری نیز درباره آنچه در بهشت می‌گذرد توسط او روایت می‌شوند. مثلا
خواننده در می‌یابد که خداوند و پیامبران اولوالعزم او هر کدام در یکی از شب‌های هفته ضیافتی در کاخ خود ترتیب می‌دهند و ضیافت خود خداوند در شب جمعه برپا می‌شود. آوازخوان این ضیافت داوود پیغمبر است که از صوت داوودی دلپذیر او بسیار سخن رفته است. بی‌مورد نیست از یکی از بزرگان دیگر جهان اسلام، ابو حامد غزالی، در همین زمینه نقل قول شود که به هر مرد مسلمانی که به بهشت می رود 400 حوری باکره و 500 حوری دست دوم و 8000 حوری بیوه تعلق می گیرد. احیاء علوم الدین جلد دوم چاپ قاهره در سال 1348 هجری. ادامه متن. برخلاف تورات که در آن جز 2 بار در کتاب ایوب نبی و کتاب اشعیاء نبی، آن هم به صورتی مبهم به موجودی به نام شیطان اشاره می شود و نیز برخلاف انجیل که در آن هیچ اشاره صریحی به شیطان نمی توان یافت. وی در قرآن جای بسیار مهمی را اشغال می کند و نقش بسیار حساسی نیز دارد. یادار وقتی را که به ملائک فرمان دادیم تا بر آدم سجده کنند و همه آنها سجده کردند مگر ابلیس که از قوم جن بود. کهف 50. بدو گفتی چه چیز تو را مانع از سجده کردن به آدم شد و به نافرمانی از امر ما واداشت؟ و او پاسخ داد از این جهت که تو مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. بدو گفتی پس از درگاه ما فرود آ که از جمله فرومایگانی و تو را نرسد که از روی نخوت به سرکشی برخیزی. شیطان گفت اکنون که چنین است من نیز بندگانت را از راه راست برگردانم، به شرط آنکه مرا برای این کار تا روزی که خلائق در محشر برانگیخته شوند مهلت دهی. و ما بدو فرمودیم که البته مهلت خواهی داشت. شیطان گفت در این صورت از این پس از پیش روی و از پشت سر و از راست و چپ آدمیان آنان را به گمراهی می کشانم تا بیشترشان شکر نعمت تو را به جای نیاورند. و ما به شیطان فرمودیم همانا که تو رانده درگاه مایی و ما نیز هر یک از فرزندان آدم را که از تو پیروی کند همچون خودت تو به دوزخ خواهیم فرستاد. اعراف 12 تا 18. و سرانجام عمر دنیا به آخر می رسد و روز حشر نزدیک می شود و در این هنگام است که گفتگوی جالب زیرین میان شیطان و گمراه شدگان او صورت می گیرد. و چون کار جهان به پایان می رسد شیطان با تمسخر به کافران گوید خدا شما را وعده به حق داد و من وعده به دوزخ دادم و برای آنچه می گفتم دلیلی نیاوردم و با این وصف شما ابلهان سخن مرا پذیرفتید. پس امروز مرا ملامت مکنید بلکه نفس خودتان را سرزنش کنید. و اکنون نه شما می توانید فریاد رس من باشید و نه من می توانم فریاد رس شما باشم، زیرا که خود من بدانچه به شما گفته بودم معتقد نیستم. ابراهیم 22. شیطان گذشته از اغوای آدمیان گاه به گاه در صدد بالا رفتن به آسمان و شنیدن سخنانی برمی آید که ملائک میان خود رد و بدل می کنند، ولی
خداوند به فرشتگان خود دستور می‌دهد که این جاسوس مزاحم را با پرتاب تیرهای شهاب به زمین باز فرستند و در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و آنها را به زیب و زیور بیاراستیم و از دستبرد شیطان لعین محفوظشان داشتیم تا شیاطین نتوانند سخنان ملائک را بشنوند و هر یک از آنها را که بدین کار برخاست با تیر شهاب از آسمان راندیم. هجر 16 تا 18، صافات 6 تا 10، طلاق 5، جن 8 و 9. این موضوع سقوط شیطان از آسمان را در تورات و در انجیل نیز میتوان یافت. در باب 14 کتاب اشعیاء نبی خطاب به شیطان گفته می شود: میخواستی به آسمان روی و کرسی خود را بالای ستارگان جای دهی، لیکن حاویه فرو افکنده شدی. در باب 18 تلمود برکت به صورتی بسیار نزدیکتر به برداشت قرآنی در این باره سخن رفته است. بدین ترتیب ملائکی که به سبب نافرمانی از درگاه یهود رانده شده‌اند می‌کوشند تا از پشت پرده‌ای که تخت خدایی یهوه را می‌پوشاند به گفتگوهای ملائک گوش دهند، ولی به امر او از آسمان رانده می‌شوند. در انجیل نیز همین رویداد سقوط شیطان مطرح شده است و عیسی بدانان گفت: شیطان را دیدم که برای دستیابی به اسرار آسمان بدان بالا رفت، ولی همچون برق لامع از آن فرو افتاد. انجیل لوقا باب 8 18، کتاب مکاشفه یوحنا باب‌های 8 و 9 و 12. پایان این فایل در صفحه 215.